خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، تشکر برای دعوت. و واقعا من سالی گذشتم پیام پرزیدنت رو تحلیل کرده بودم در یک برنامه خاص و این سال هم حرفای زیاده برای گفتن هست. طبیعی است که حالا شما هم تحلیل خودتون کردید با همون زبان و اسلوب خودتون و حتی فکر میکنم که مناسبتر از همه تحلیل های دیگر، تحلیل های جدیتر، هم تحلیل های مردمی و ساده و با همون زبانی که خودت کردی این بهتر است. چرا؟ چون واقعا هم خیلی دشوار است، چون یک پیام 3 ساعته که از پیام دیده بیشتر به یک نمایشنامه، به یک سپکتاکل شباهت دارد، اون را تحلیلی جدی کرد. اما دیگر این واقعیت است و زندگی ما، زندگی ملت، مردم از روی همین سیاست ها و از روی همین واقعیت ها پیش می رود. میخوایم نمیخوایم باید که ما تحلیل خود را داشته باشیم. من چند جمله درباره اصلا خودی ماهیت پیام، این فرق ندارد پیام امام علی رحمان و پارلمان است یا پرزیدنت های دیگر، چند جمله خواهم گفت تا اینکه برای مردم، برای ملت یکم روشن شود. اصلا خودی پیام و پیام سالانه همه گونه پرزیدنت یا رهبری هر دولت به پارلمان این کشور معمولا پیام به ملت است. درست است که در نزد از روی عنعنه دولتداری اکثرا در نزد پارلمان گفته می شود، این پیام ارائه کرده می شود. اما تجربه سالهای اخیر نشان می دهد که پرزیدنت ها، با خصوص پرزیدنت های حکومت های خودکامه، این را تبدیل به یک نمایشنامه، به یک تئاتر یا سپکتاکل کردند و بیشترین شباهت به تئاتر یک اکتیور مانندی دارد. به زبان روسی میگن تئاتر ادنو اکتیوره. و مثلا پوتین وقتی که پیامی سالانه دارد، بغیر از دپوتات های هر دو پالات پارلمان، باز صدها هزارها نفر از منصبداران و سفیرها و نمایندگان بخشای گوناگون جامعه را دعوت میکند. امام علی رحمان هم، دیگر پرزیدنت های دیگر کشورهای خودکامه، و اونا دیگر برای خودشون خود را خیلی هم از پارلمان بالاتر میدانند، به این معنا که پارلمان کی است که من بیام فقط با پارلمان پیام بگم. دپوتات ها کی هستن؟ خودشون این ارزش و این قدر و قیمت رو ندارن که من بیام در نزد آنها صحبت کنم و اونها جمع میکنن کشورهای دیگر هم. اما در کشورهای دموکراتیک وقتی که میگن پیام سالانه پرزیدنت به پارلمان، تنها پارلمان دعوت میشود و پرزیدنت با پارلمان گزارش میدهد درباره فعالیت کاریش. مثلا بایدن با کنگره و هر دو پالاتا سخنرانی میکند، ماکرون، شولز، یا شولز که اصلا هر ماه یک بار به پارلمان دعوتش میکنن و سوالباران و استنتاق و مثل مفتش ها او را چخیلی که یک مفتش متهم را سوالباران میکند، شولز را همین گونه میکنن. و اما در کشورهای ما خب ببینید، نه اینکه امام علی رحمان وقتی که پیام سالهای اول با پارلمان می آمد، من یادم هست، یعنی شاید 5 سال اولی که من وکیل بودم، رحمان با پارلمان می آمد، اما بعد ایسا گفت نه، پارلمان باید به پیش من بیاد و حالا در اتوبوس بار میکنن وکیل ها را. ما را هم چند مراتب سالهای آخر همیشه بود و مثل که مکتب بچه ها را میبرند با موزه و با ویستافکا قطار میکنن و می‌دارند در قطار دیگرها. دیگر اصلا اونجا پارلمان هم هضم شده میره در داخل دیگرها و خود محتوای صحبت‌های امام علی رحمان هم دیگر هیچ شباهتی با پیام به پارلمان ندارد، بلکه یک نمود اون نصیحتنامه یا نمایش یا درد دل کردن یا هر چیزی که میتوانید میخواهید نامش مانید، اما اون دیگر پیام نیست. چون پیام یک ویژگی دارد که باید که به پارلمان درباره استراتژی آینده دولت و ملت چند پیام مشخص داده شود که مردم، ملت، پارلمان، امروز دولت در این نقطه قرار دارد، فردا ما با برنامه داریم که به نقطه، از نقطه A به نقطه B برسیم، بعد 5 سال به نقطه مثلا C یا جیم یا به یک نقطه دیگر برسیم. و پارلمان، جامعه آگاه، جامعه شهروندی، هر قدم پرزیدنت را بین این پیام با پیام دیگر مقایسه میکند، تحلیل میکند، به اصطلاح امروزه فکت چکینگ میکند و خلاصش را میبرد و با پرزیدنت میگوید که در اون پیام این را گفتی، حالا این را تکرار کردی،
سومش رو دروغ گفتی، چهارمش رو راست گفتی. به این شکل جامعه همیشه پرزیدنت رو، رهبر دولت رو در زیر کنترل دارد. هیچ کدام از اون چیزایی که من گفتم نه در ماهیت، محتوا، نه در شکل و ساختار پیامی که پرزیدنت همه ساله حداقل این 4-5 سال آخر ارائه میکنه، هیچ کدام از این را شما نمیبینید. و بنابر همین من این را دیگر پیام پرزیدنت به پارلمان نمیدونم، بلکه یک تکراری گفته های سابق و بازی با رقم ها میدونم. یعنی شما اگر اهمیت داده باشید، امام علی رحمان بیشتر بالای رقم ها بازی کرد و تکرار کرد و مقایسه با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی و همه این را با سامانی، در صورتی که همه میدونیم که سامانی مثلا در اول $1 3 سامانی قیمت داشت. مثلا سال من دیروز وقتی که رحمان پیامش رو ارائه کرد، من چند رقم رو مقایسه کردم نزد خودم. وقتی که امروز رو با سال 2017 مقایسه کرد درباره بالا رفتن معاش، نفقه، درآمد اهالی، اون را چند مراتبه، 3 مراتبه گفت بالاتر رفته است. شما اهمیت بدید دوستان گرامی که در سال 2017 $1 7 سامانی نرخ داشت، بعد در نیمه سال یا آخر سال به 8 سامانی رسید. اما امروز $1 11 سامانی هست. یورو شاید که از اون بیشتر باشد. خب وقتی که امام علی رحمان میگه که درآمد مردم 3 مراتبه از اون سال تا این سال بیشتر شد، این را با سامانی حساب میکند. مردم تاجیکستان که وقتی با بازار میرود، قیمت ها از روی سامانی نیست، قیمت ها از روی دلار تغییر میکنن. یعنی شما ببینید که 1 کیلو آرد، 1 لیتر روغن، 1 کیلو شکر، 1 کیلو گوشت، سبزی، کارتوشکا در سال 2017 چند سامانی بود، حالا چند سامانی است. و امام علی رحمان هیچ وقت مقایسه نمیکند که نرخ بازار چقدر فرق کرد، بلکه اون با این رقم ها فقط میخواد در ذهن مردم یک تصوراتی رو به وجود بیارد که ببینید ما اگر شما مردم در سال 2017 برای مثال ماهانه اگر 1000 سامانی معاش داشتید، این سال مثلا 3000 سامانی معاش دارید. اگر 500 داشتید 1500 دارید. اما نمیگه که در سال 2017 با اون 1000 چی مقدار محصولات خریداری کرده میشد، در این سال به چی مقدار. بنابر همین این یکی از یک تحلیل، یک مقدمه درباره خود ماهیت و ساختار پیام بود. اما من چرا میگم که این یک نمایشنامه، یک اسپکتاکل بیش نیست؟ من رو از هوا نمیگم، چون حتی همینجا در کدام گزارش رادیو آزادی هم خواندم، قبلا هم در این برنامه گفته شد که بیشتر از 120 مراتبه در پیام قرصک زنی شده است و حالا 20 چند دقیقه وقتی مردم وقتی دیگران به همین قرصک زنی رفته است. حتی در تئاتر هم مردم در اول قرصک میزنن، در آخر قرصک میزنن، شاید در بعضی حالتهای دیگر، اما مردم دیگر همه گوش میکنن، تماشا میکنن. اما در این تئاتر، در این اسپکتاکل مجبورن مردم که 120 مراتبه قرصک زنن و با پا خیزن. یعنی من رو از تجربه میگم، چون چرا میگم اسپکتاکل است؟ واقعا هم در یک مسئله جناب امام علی رحمان مهارت خیلی خوب دارد. من این نکته رو هم بگم چرا من جناب امام علی رحمان میگم، چون سخن درباره پرزیدنت تاجیکستان رفته ایستاده است. بعضیا به من ایراد میگیرن که چرا شما وقتی که امام علی رحمان میگید جناب میگید. من وقتی که او را تحلیل کنم همچون پرزیدنت کشور و کسی معقول هست یا نیست، سخن درباره یک مقام دولتی میرود، از روی آداب و فرهنگ سیاسی معمولا در تمام دنیا جناب گفته میشود. اما نه جناب عالی، نه عالی مقام، نه این عنوانهای بالا خانه‌دار، بلکه خیلی هم ساده خاکسارانه جناب پرزیدنت. و اما وقتی که درباره رحمان همچون معذرت میخوام درباره دزدی‌هایش، کروپسی‌اش، جنایت‌هاش گپ زنم، احتمال زیاد است که من کلمه جناب رو استفاده نمیبرم، چون جناب یک آهنگ وزن احترام دارد و من احترامم به مقام دولتی است، به دولت تاجیکستان است، به کشورم هست، نه به شخصی او.
وقتی که میگم جناب امامعلی رحمان همچون پرزیدنت یک تجربه و یک باید اعتراف کرد و واقعا این پیام را تبدیل میتواند به یک اسپکتاکل کند، چون خودش دقیقاً میداند و سپارش میدهد، دستور داده میشود که مردم در کجا باید قرصک بزنند و من این را از هوا نمیگم، چون میدونم میگم، از سرم گذشته است میگم. من در کجای گفته بودم یا نوشته بودم یادم نیست. تصادفاً من خدا رحمتش کند استاد گلنظر کلدی مؤلف سرود ملی تاجیکستان که ما همکار بودیم در یک کمیته کار میکردیم در پارلمان، همیشه در جلسات همسایه من بود، از دست چپ می نشست، مرحوم سهراب شریف از دست راست و ما یعنی تصادفاً یک وقت ما کمی زودتر رفتم، روزی که پیام پرزیدنت بود، پیام نوبتی، اون وقتایی که امامعلی رحمان هنوز با پارلمان می اومد و معمولا در بالای میز وکیلان روزنامه جلسه بعضی قرارها، لایحه قرارها گذاشته می شود، نسخه‌اش در پیش همه وکیلان و منم مطالعه میکردم. یک بار دیدم که در بالای پهلوی هم که هنوز استاد گلنظر ناماده بود، ورقای او یک ورق دیگر ایستاده است، چشمم افتاد، خواندم که اونجا نوشته شده است که استاد گلنظر کلدی در کدام لحظه های سخنرانی پرزیدنت، پیام پرزیدنت باید قرصک بزنند. یعنی استاد گلنظر کلدی مؤلف سرود ملی تاجیکستان تا کدام درجه پست میبرم قدر انسان را که یک شاعر معروف باید قرصک زنی رحمان باشد، او هم دپوتات است، وکیل مجلس است، مؤلف گیمن هست، شاعر هست، یک انسانی با آبرو است در جامعه، او رو تبدیل میکنن به قرصک زنی رحمان. یعنی وقتی که او باید همیشه هوشیار باشد، نگاه کرده بیستد امامعلی رحمان همین جمله رو که گفت یک لحظه توقف میکند، صبر میکند، گلنظر کلدی باید قرصک بزند. با اونجا باز گفته شده است که از جایش خیزد یا نخیزد، چون نه در همه قرصک ها از جایشان میخیزند و او که خیست همسایه میخیزد، خب نمیشد که نخیزی دیگر در اونجا. من هم میخیستم چون همه خیستند. خب اگر شما بعضی نوارها عکس‌ها رو دیده باشید، من بعضا قرصک نمیزدم، در بعضی عکس‌ها هست، یا خیلی دیر قرصک میزدم، چون واقعا یک مسخره بازی هست. و یک بار حتی یادم هست که استاد طلبک نظروف، قراقولوف، امیر قراقولوف که آدمان کلانسال بودند و مثلا چند دقیقه قرصک زنی دیدم که دستاش میلرزید، کدامی از مسافد و استول رو، کرسی رو میقپید. بعد گفتم بشین، گونه خب چی میشه؟ گفتم بیمار هستی بشین. ننشست. بعد من نشستم، گفتم خب من میشینم به خاطر اون که خودت هم بشینی تنها نمونی، و نشستم و او هم پیرمرد هم نشست. خب استاد گلنظر نه آمده بود و من گرفتم اون ورق رو یک طرف موندم. واقعا برایم خیلی سنگین بود که استاد گلنظر رو قرصک زن کنم در وقت پیام و ورق رو یک طرف موندم در بین ورق‌های خودم. گفتم این مسخره بازی است. خب هر کسی دیگر میخواد زدن بگیرد، اما حتی شاید استاد گلنظر هم نگفته نتواند، شاید پیشکی با او مشورت شده بود، من نمیدونم، ولی خودش هم شاید راضی بود که قرصک زن باشد، من نمیدونم، ولی برای من این قابل قبول نبود. و بعد وقتی که همون جای قرصک زنی استاد گلنظر آمد، امامعلی رحمان توقف کرد یک لحظه، چون در پیش هم نوشته شده است که اینجا باید یکی قرصک بزند، او باید یک کمتر بیستد، کسی قرصک نمیزند. اون نفری که مسئول قرصک زنی ها است، به اصطلاح دریژور قرصک زن ها، اون عادتا در یک جای خاص میشیند. و دیدم که شروع کرد اشاره کردن به استاد گلنظر که خب کف بزن، اما استاد کیف در هم میکشید که خب چرا، نمیدونم، چیزی نیست پیشم. و همینطور چند مرتبه که نوبت استاد گلنظر بود، اون به اصطلاح رفت، کسی قرصک نزد. و بعد یک کمی اونجا به اصطلاح رزبارم شد. بعد جلسه آمدم که چرا این کارو کردی؟ گفت نیست ورق در پیش من. بعد من با استاد گلنظر گفتم که من ورقت رو گرفتم، در بین ورقه هم پنهان کردم، حالا نمیدونم به خودت چی میشه نمیشد، اما من برای خودم، برای خودت، برای سرود ملی، برای فرهنگ کشورم سزاوار نمیدانستم که یک نفر بیاد خودت رو قرصک زن در پیام پرزیدنت کند. و این حالا خب استاد گلنظر نیست، ما هم دیگر وکیل نیستیم. شما میبینید که دیگر حالا
یک بار همین نوارها رو ببینید، یعنی یک نفر اول قرصک میزند، از جاش میخیزد، بعد دیگر همه وکیل و سفیر و کبیر مجبور هستند که بخیزند و خود امام علی رحمان رو دیگر به اصطلاح هماهنگ میکند، دیریژیر میکند. بعضی جمله ها رو تکرارا میگوید، یعنی اهمیت بدید، دقت کنید، تکرار میکنم و یک لحظه میایستد که دیگران خیزند و قرصک زنند. خب در 30 سال دیگر او هم یاد گرفته است، دیگران هم یاد گرفتند که کی قرصک بزنند. این 100% دیگر تبدیل شده است به یک تئاتر، به یک سپکتاکل. اما در داخل همین سپکتاکل واقعا هم یعنی موادهای خیلی زیاد است که ما باید تحلیل کنیم، ما باید بگیریم. من اینجا یک نکته دیگر رو میخوام بالاش تاکید کنم. ببینید دوستان گرامی، کسانی که واقعا خود را اهل علم و فرهنگ و تحلیل و اندیشه میدونید و فکر میکنید که از عامه مردم با یک چیزتون فرق میکنید، یعنی شما از عوام نیستید بلکه از خواص هستید، از کسانی هستید که یعنی تحصیل کرده هستید. فرق ندارد شما در کجا کار میکنید، شما در حکومت کار میکنید، اپوزیسیا، جامعه شهروندی، رسانه، هر کی هستید. من فکر میکنم که در چنین حالات نباید ما بی‌طرف باشیم. باید این خیلی نشود که پرزیدنت پیام دارد، هر چی دلش میخواهد میگوید، ملت رو تحقیر میکند، مردم رو نصیحت میکند یا دروغ میگه، راست میگه، بعد بیاد چند نفر اپوزیسیا تحلیل کنن، تنقید کنن، مثل که ما میکنیم این کارو و همین کارو در دوشنبه هم میکردیم و در اینجا هم کرده ایستادیم و با همین تمام چند رسانه یک تحلیلای کوتاه کنن، مثل که رادیو آزادی کرده ایستاده است. با همین تمام در داخل همین پیام 3 ساعته پرزیدنت برای همه قشرهای جامعه هم پیام هست، هم مواد هست، متریال هست، گپی برای گفتن هست. من حیران میشم که چرا به نام کارشناسان مستقل ما، اون کسانی که حالا نه حکومتی نه اپوزیسی هستند، اینا مثلا برای تحلیلگران اقتصادیات تاجیکستان، مالیات تاجیکستان، کارشناسان ما، مگر در داخل همین پیام متریال برای تحلیل و به مردم رساندن چیزی نیست؟ چیزی نبود؟ مگر سال گذشته نبود؟ این سال نیست؟ چرا ما تحلیل های بی‌طرفانه را نداریم در جامعه؟ خب پرزیدنت گفت، خودش رو تعریف کرد، حکومتش رو ستایش کرد، ما آمدیم اپوزیسیا تنقید کردیم، هر کس کار خودش رو انجام داد. در کجاست تحلیلی بی‌طرفانه از طرف کارشناسانی که نه حکومتی نه اپوزیسی هستند که هم ما از اون استفاده کنیم، هم حکومت استفاده کند، هر کس در اون آینه، در اون مثل یک آینه خودش رو ببیند؟ چرا کارشناسان ساحه اقتصادیات ما سخنرانی پرزیدنت را از ا تا ی، از اول تا آخر در مسائل اقتصادی، مالیوی، فینانس، بودجت تحلیل نمیکنند که نقطه ضعفش کجا بود، نقطه قوتش کجا بود، کجا راست بود، کجا دروغ بود، رقم ها را تحلیل کنند و به ملت یک تحلیلی بسیار هم بی‌طرفانه واقع بینانه ارائه کنند که مردم از اون استفاده کنند. از چی میترسن؟ برای چی این گونه تحلیل ها نیست؟ برای چی حتما باید اپوزیسیا تحلیل کند؟ خب دیگران چی کار میکنن؟ خب من اگر تحلیل میکنم، من تحلیل های خودم را دارم، بیشتر نگاه انتقادی دارم، برای اون که باید وظیفه هر یک کسی که در اپوزیسیا است همین باشد. من در حاکمیت باشم، رحمان در اپوزیسیا باید دقیقاً همین کار را کند. وظیفه همه اپوزیسیا همین است. کجا هستن تحلیلگران؟ کجا هست رسانه ها و فعالان، بلاگرها، کسانی که ژورنالیست هستند، کسانی که تحلیلگری در مطبوعات هستند؟ برای چی تحلیل کردن نمیشه؟ تحلیلی رسانه‌ای. خب خدا خیر بدهد، خیریت که همین رادیو آزادی است که بسیار با ترس و لرز، بسیار احتیاطکارانه بعضی تحلیل‌ها را هم میکنند، بعضن دعوت میکنند. ما را هم دعوت کردند دیروز، یعنی به این شکل نه که مثلا وقتی که پوتین پیام میدهد رادیو سوابودا بیاد ببینید چگونه تحلیل میکنند، کیها را هم صحبت میشد. اپوزیسیا نمیترسد و آشکار یک مصاحبه طولانی با تحلیل دقیق، نه اینکه 2-3 دقیقه، بلکه خیلی مصاحبه، نه اینکه در چارچوب آن که بعد حتما باید در پهلو یک تحلیلگر اپوزیسیونی حتما یک حکومتی هم باشد، کسی دیگر نه. حکومت نظرش رو گفت، در شخص اول پرزیدنت نظرش رو گفت. خب اپوزیسیا هم باید نظرش رو بگوید. شرط است که باز در پهلوی او یک نفر دیگر حتما باید به اصطلاح بالانس رعایت شود.
بالانس توازن آن وقت رعایت میشد که حکومت گفت اپوزیسیون نظرش رو بگوید. تنها دیگر رحمان تنها گفت اپوزیسیون میگه، پوتین گفت نماینده ناوالنی یا کاسپاروف یا خودرکوفسکی میگه. شرط نیست که با حتما در پهلوی خودرکوفسکی یا کاسپاروف یک حتما باید نماینده پوتین باشد. این قالب رو تنها در ما در ژورنالیستیک به نام مستقل تاجیکستان داریم، در یگان جای دنیا دیگر این نیست. به هر صورت بازم خدا را شکر که این تحلیلات در رادیوی آزادی یک کم و بیش است، در بعضی رسانه‌های دیگر می‌بینیم. اما دیگران چی؟ کجاست این همه رسانه‌های مستقل، نیم مستقل، بلاگرها و خب من منظورم از بلاگرهایی که در زندانن، اونایی که بودن نیست، اونایی که در خارج هستند، اونایی که دعوای ژورنالیستیک دارن، خب اونایی که دعوای تحلیلگری دارن در کجا هستند؟ برای چرا تحلیل نمیکنن؟ چرا نمیشینن تمام این صحبت را یک به یک برای ما هم تحلیل کنن که ما هم استفاده بریم و ما هم نیاز داریم به این گونه تحلیل ها. و از همه ببینید، از همه مهمش ما باید سخنرانی رحمان را از اول تا آخر کارشناسان روانشناسی تاجیکستان، متخصصان باید تحلیل روانشناسی کنن. من حتی پیشتر از تحلیل کارشناسانه اقتصادی و رسانه‌ای و حقوقی، پیش از همه این گونه سخنرانی ها که با این شکل ارائه می شود باید تحلیل روانشناسی شود. چرا سخنرانی بعد تحلیل روانشناسی می شود؟ متخصصان دانشگاه مثلا واشنگتن، دانشگاه هاروارد میآیند تمام رفتارهای ترامپ، بایدن را تحلیل کارشناسانه روانشناسی میکنن، از ماکرون رو، حتی از پوتین رو هم میکنن. چرا از امام رحمان نشود؟ مگر ما تحلیلگر نداریم؟ مگر ما روانشناس نداریم؟ کجا هستن شاگردان استاد عطاخانوف، سابق مدیر کاتدرای روانشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان که ما در نزد ایشون درس خواندیم، استاد دولتوف، استادانی خیلی قوی روانشناسی داشتیم. من حتی در یک فیلم حجتی که در مسئله تروریسم ضد اپوزیسیا بود و تحلیل میکردن که این روانشناسی تروریستایی که به نام چه تروریستی واقعی باشد چه غیر واقعی، یک فیلم حجتی رو به فکرم کدام به زبان تاجیکی یا روسی یادم نیست، اما میدانستم که در اونجا روانشناسان تاجیک صحبت میکردن. چندی از متخصصان ما خیلی سطحی دانش روانشناسیشون به اصطلاح کامپتنسیشون خیلی بالا بود. من اگرچه حکومت این را برای تبلیغات خود استفاده میبرد علیه ما، اما من گفتم که خدا را شکر که ما هنوز هم متخصصان خوبی روانشناسی داریم و چند تا از دکتران ما در اونجا برآمد کردن. من دیدم، حالا یادم نیست کدام فیلم حجتی بود، اون علیه ما اپوزیسیا روان نشده بود، اما حالا این مهم نیست. حتی بعضی برآمدهای من از طرف مقامات دولتی تاجیکستان تحلیل روانشناسی شده بود، در کجای من خواندم طرز میمیکی من، گپزنی من، تا کجا من اضطراب دارم، تا کجا آرام هستم، اینا رو تحلیل کردن. به من خیلی خیلی خوش آمد. یعنی وقتی یک متخصص بگذار علیه تو هم باشد، تو را تحلیل میکند، تو اگر عقل داشته باشی از اون استفاده میبری، خود رو بالای خودت کار میکنی. اگر اضطراب دارم پس یک دلیلی هست که من اضطراب دارم، اگر آرام هستم پس دلیلی هست که من آرام هستم، اگر چیزی رو تکرار میکنم، چیزی رو دروغ میگم، چیزی رو راست میگم، پس دلیلی هست. حرکت دستایم، حرکت چشمانم، حرکت طرز نشستم، اینا همه برای یک روانشناس، بخصوص روانشناسان پالیتیست که پسیخولوژی میگن، روانشناسان سیاسی، این همه متریال هست، مواد هست، باید گفته شود. اما ما در طول 30 سال یگان مراتبه سخنرانی رحمان را، این همه راست و دروغ و این همه سپکتاکل و اینا رو همه رو چرا ما باید یک بار تحلیل روانشناسی نکنیم که این آدم برای چین رفتار رو میکند، برای چین همه دروغ رو میگوید؟ یعنی وقتی که این حرفا رو میزند خود رو چگونه تصور میکند امام رحمان؟ فرق ندارد. هر کسی که کمترین زندگی مردم از او وابسته است، برای مثال اگر صحبت من در یک قشر از جامعه تاثیر دارد، وقتی که حکومت آمد سخنرانی های ما رو تحلیل روانشناسی کرد، پس معنی را دارد که حرف من تاثیر دارد. من مهمم که حکومت وقت جدا کرد،
خواهش کرد یا سفارش داد که آنها آمدن تحلیل کردن یا دیگران را هم. اما مگر امام علی رحمان همچون پرزیدنت برای تأثیرش به جامعه ما کم هست؟ مگر زندگی ما، زندگی 10 میلیون آدم از رفتاری او، از گفتاری او، از وضع سلامتی او، از وضع روانی او وابسته نیست؟ تحت تأثیر قرار نمیگیرد؟ کجا هستن متخصصان ما که از بودجه دولت تامین شدن، خواندن، معاش میگیرن؟ اینا هم از حساب ملت است. بیان به ملت تحلیل کنن که ملت عزیز، مسئولین جامعه، امام علی رحمان حالا از لحاظ روانی در این وضعیت است. این را نباید من تحلیل کنم یا یک بلاگر حکومتی یا اپوزیسیون که گاها میشنویم تعریف میکنن که ببین سلامتی او چقدر خوب است که مثلا چند ساعت بدون آب صحبت میکند. نه، این سلامتی نیست، این علاقه بیماری است. یعنی وقتی یک انسان، من واقعا این را جدی میگویم، وقتی که احساس میشود که امام علی رحمان وقتی که صحبت میکند، سالهای اول او وقتی صحبت میکرد خودش میدانست که دروغ گفته ایستاده است و باید طرز صحبت کنه که مردم به این دروغش باور کنند. خب این طرز و روش همه دروغگو هست، بخصوص وقتی که قدرت داری، حاکمیت داری ولی بازم دروغ میگویی. اما امروزها امام علی رحمان به همون دروغی که میگوید خودش علاقه باور دارد، یعنی با اطمینان بیشتر میگوید، چون به این نتیجه رسیده است که هیچ کس صحبت‌های او را زیر سوال نبرده است طول این همه سالها و هیچ کس تحلیل نکرده است که با او بگوید که استاپ، در اینجا سال گذشته این حرف رو گفتی، الان حرف دیگر گفته ایستادی، پس دروغ گفته ایستادی، پس باید جواب بگی، احتیاط کنی، رقم‌ها رو درست انتخاب کن. امام علی رحمان، مثلا همین تحلیل پیام آخر وقتی من تحلیل کردم، نگاه کردم، دیگر در حالتی هست که این حالت رو تنها پیامبران دارن. چرا؟ پیامبر وقتی که مستقیما از پروردگار وحی میگیرد، او هم با اون باور دارد و هم با کمال اعتماد به خود این حرف رو میزند، اگرچه میداند که شاید 90% مردم به این باور نکنند. چون شما اگر ببینید در قرآن مجید هم از بارها خود خداوند در قرآن میگه که مردم تو را گاها متهم به دروغگویی و به هرزگویی خواهند کرد، چقدر که دیگر پیامبران را هم کردند. اما تو بدان که تو حق هستی. برای چی؟ برای که وحی رو از من میگیری. اما یک انسان عادی دیگر غیر از پیامبر، حالا فرق نداره او پرزیدنت است، رئیس اپوزیسیون است، نمیدونم هر کی باشد، پدر است، شوهر است، وقتی که این سطح اعتماد به خود را دارد و مردم را مجبور میکند که شما به این حرفای من باور کنید، او باید تکیه به یک چیزی داشته باشد. پیامبر تکیه به وحی پروردگار دارد، اما دیگر هر انسانی عادی دیگر اگر او انسانی سالم است باید شک کنه در گفته‌اش، باید بگوید که مردم از من سوال خواهند کرد، مگر اینکه انسان مشکلی روانی داشته باشد، به این حد رسیده باشد که دیگر خب دیگر پیامبر که نیست. پس یا این 10 میلیون آدم مشکلی روانی دارن یا یک نفر. من حالا این را دیگه به خود مردم واگذار میکنم که باید ما قضاوت کنیم. اما کجاست نظری کارشناسانه روانشناسان ما که به مردم بگن، نه تنها به مردم، به خود امام علی رحمان بگن که استاپ، گوش کن، این دیگه علاقه مرزی هست که باید خودت قرار بگیری. اون طرفش دیگر هم برای خودت خطر دارد هم برای جامعه خطر دارد. خودت جامعه رو به یک سمت برده ایستاده که باورتر. چون ببینید وقتی که طرز صحبت می شود که ملت تاجیک در بهترین روزهای زندگی و تاریخ خودش قرار دارد، ما در تمام دنیا جنگ است، کرونا ویروس است، زنازنی هست، قشاقی است، کمبزاعتی هست، مشکلات اکولوژی است، مردم مرده ایستادن. فقط در یک تاجیکستان ما پیشروی داریم. شما همون طرز به گفت روسا پدچ متریال رو از زبان رحمان گوش کنید، همون طرز پیشنهاد کردن این رقم ها و منطق صحبت رو ببینید. یعنی جهان همه در مشکلی گرفتار است بغیر از تاجیکستان. ملت تاجیک باید شکرگزار باشد، باید به حرفای پرزیدنت گوش کند، باید که کار کند، مهنت کند و هیچ کس دیگر هیچ طلبی نداشته باشد.
اگر طلب کردید، اگر گفتید که استاپ بس، مثل دیگران خواهید شد. دیگران چی؟ دیگران همه بد زندگی کرده ایستادن. یک کس نمیگوید که خب یک لحظه گفتید خاموش باشید، اکنون بیاید بالای رقم ها کار کنیم، بالای فکت ها گپ زنیم. شما که از تاجیکستان حالا طرز صحبت کردید جناب پرزیدنت که تاجیکستان یعنی در همه سمت ها پیشروی دارد، گل شکوفان هست. خب فکت ها چی میگوین؟ رقم ها چی میگوین؟ میگذاریم به فکت و رقم، به فکت و رقمی که نه از طرف حکومت است نه از طرف اپوزیسیون. فکت و رقمی که از طرف سازمان های جهانی متخصص که اون نه خش و توار من است نه خش و توار شما، در اساس معیارهای بین المللی که امروز بشریت با اون توافق کرده است، معیارهای سازمان ملل که تاجیکستان هم عضو همون است و به این معیارها رأی داده است، در اساس اون معلومات ها را پیشنهاد میکند و ما و شما باید در اساس اون گپ زنیم، نه در اساس اون که تاجیکستان رو با سال نمیدونم 92 مقایسه کنیم، با سالهای شوروی مقایسه کنیم. در سالهای شوروی، در سال 92 همه جهان در همون حالت بود، همه جهان پیشرفت کرده ایستاده است. حتی همین طالبان، من به دوستان افغان هم این را یک توصیه میدیم، شما کوشش کنید که طالبان، حکومت امروزه افغانستان، همین اسلوب تبلیغات خودش رو از امام علی رحمان نه آموزد. اگر آموخت یاد گرفت، وای بر حال شما دیگر. برای چی؟ برای آنکه امام علی رحمانی که 30 سال است راغون را ساخته نمیتواند، پول مردم را جمع کرده است، باز همین را همچنین قهرمانی میحسابد. طالبی که تحت تحریم جهانی هست، شما میدونید که هیچ کس رو اعتراف نکرده است. در 2 سال کانال قوشتیپه را ساخت، کانالی که صدها میلیون دلار خراجات دارد. از کدام حساب؟ نه از پول خارجی، نه از یگان گرانت، نه از پول ملت افغان، از پول بودجه حکومتی که خودش اعتراف شدگی نیست. برای چی ساخته توانست؟ سیرش در کجا بود؟ برای آنکه سخت گرفته است که ندزدد. کروپسیا، خود سازمان های ترانسپرنسی اینترنشنال، سازمان معروف ترین دنیا در مسئله نظارت از بالای کروپسیا، خودش اعتراف کرده است که با وجود همه مشکلیاتی که در افغانستان هست، سطح کروپسیا پایان رفته است. یعنی در 2 سال حکومت طالبان یک پروژه کلانی را ساخت که نه حکومت اشرف غنی، نه کرزی، نه ببرک کرمل، نه ترکی، نه ظاهرشاه دیگران ساخته نتوانستند. خب اگر همین منطق امام علی رحمان رو هم طالبان یاد بگیرن، وای بر حال ملت افغان دیگر. باید هر سال بیاد این مینت را گوش کند که مثلا فلان حکومت نتوانی ساخته، ما در 2 سال ساختیمش. امام علی رحمان با وجود همین قدر پیشرفت زمان شوروی، با وجود همین قدر پولهای خارجی و گرانت و صاحبکاران، باز میگه من اینقدر ساختم، اینقدر کردم فلان کارو، ولی نه شوروی ساخت نه دیگران ساختن. خب این چی هست؟ یعنی چی گونه پیام است، چی گونه مناسبت است؟ اینا هم باید تحلیل شود، اینها هم باید بررسی شود و به مردم گفته شود. وگرنه ما، ببینید دوستان عزیز، ما در یک چرخه بی آخر میچرخیم، از پیام تا پیام، از این سال به این سال، همون رقم ها، همون طرز مناسبت و همون بازی با رقم ها بین مثلا سال 2017 سال 92 و یک کسی نیست بیاد بگید که خب واقعیت رو باید بگید. این معنی ندارد که امام علی رحمان از واقعیت ها دور هست، از معلومات ها خبر ندارد. شما همین در این پیام گفت من از وضع مهاجرین تاجیک آگاه هستم. خب دروغ نمیگه، میدوند تاجیک در روسیه در هجرت چی وضعیت دارد. گفت که من میدونم که چی شوخی ها و چی مسخره در شبکه‌های اجتماعی میکنن، در سوشال سیتی. یعنی گفت پس یا میخواند یا با اون میرسونم. مادامی که میدوند، خبر دارد، اما چرا عمل نمیکند؟ چرا اصلاح نمیکند؟ اصلا سوال دیگر خیلی، برای چی باید اصلاح کند؟ برای چی عمل کند وقتی هیچ کس از او نمیپرسد؟ خب ما وقتی گپ میزنیم میگن که خب این اپوزیسیون است، برای قدرت مبارزه میبرد، میخواد جای امام علی رحمان رو بگیرد، برای همین تنقید میکنند. تمام شد مسئله. خب وقتی که
شهروند نپرسد، رسانه نپرسد، جامعه شهروندی نپرسد، ژورنالیست نپرسد، روانشناس نپرسد، مسئله را مطرح نکند، امام علی رحمان مگر میبخشید دیوانه است که او باید خودش را اصلاح کند؟ او باز همین بازی، باز همین فشار، باز همین دروغ و باز همین سپکتاکل را از یک سال به سال دیگر دوام دادن میگیرد و من و شما را متهم میکند. یک جمله خیلی جالب گفت، این را اهمیت دید. گفت چی؟ مگر فقط رهبر دولت کار کند؟ یعنی اون باور دارد، تصور دارد که او فقط خودش کار میکند، دیگر مردم، مهاجر کار نکرده ایستاده است، وزیر کار نکرده ایستاده است، صاحب کار نکرده ایستاده است، منصبدار، هیچ کس دیگر کار نکرده ایستاده است، فقط یک امام علی رحمان کار میکند و همین رو باز منت هم میکند. خب در صورتی که همه کار کرده ایستادن، همه ساخته ایستادن، همه زیادتی از اون مسئولیت‌هایشون کار کرده ایستادن. خودش میگوید که صاحب کاران 75 بنگاهی سرحدی ساختند. در کجای دنیا شما دیدید که صاحب کار تاجر بنگاه سرحدی یا بنگاه نظامی میسازد؟ این فقط در تاجیکستان است. امام رحمان میگه من کار کرده ایستادم. تو چطور کار کرده ایستادی؟ این صاحب کار ساخته ایستاده است و مجبور است که بسازد، راه دیگر ندارد. صاحب کاری وطن دوست، صاحب کاری ملت دوست و با انصاف که خودت خیلی تعریفشون کردی، همونی هست که فقط انداز میسپارد. در تمام دنیا صاحب کار دیگر هیچ مسئولیت در پیش دولت و ملت و قانون و وجدانش ندارد. کی گفته است که صاحب کار هم انداز بسپارد، هم پاره بدهد به پرزیدنت و به تمام کماندش، با هم از حساب درآمدش برد بنگاه تیبی و بنگاه سرحدی و نمیدونم راه و مکتب و هر چیز دیگر بسازد و باز منت بشنود که هیچ کس کار نمیکند، فقط من کار کرده ایستادم. یک لطیفه بود همون به یادم رسید، یکی از وکیلان در سالهای قبل، اتفاقا از حزب خلق دموکراتی هم بود، یک وکیل بسیار شوخ، گفت یک انکدوت از شنیدی؟ گفتم چی هست؟ گفت که انکدوت شنیدم از کسی که امام علی رحمان از فرودگاه در ماشین به طرف قصر ملت می رود و در راه از راننده میپرسد که این بینای با حشمت زیبا کی ساخته است، از کس؟ میگن که آزاده. پیشتر میرود یک چیزی خوبی دیگر رو میبیند، از کی است؟ از رستم. بعدتر میرود نزدیکتر به خیابان رودکی، از کی است؟ از حسن خسرو بچه‌اش. تا قصر پرزیدنت میرسد که یک تکه میپرسد، خب راننده میگه که این از خودت و از بچه تو، میگه خب در این تاجیکستان مگر غیر من و خانواده‌ام دیگه کسی کار نمیکند؟ این انکدوت است، اما رحمان این رو به واقعیت تبدیل داد دیروز. یعنی گفت آشکار که مگر تنها من کار کنم، دیگران چه کار میکنن؟ پس این مسئله دیگر مسئله اقتصادی سیاسی نیست، این مسئله طبی است، مسئله روانشناسی است. من این را با کمال جدیت میگویم و امیدوارم که در سالهای بعدی، در پیامهای بعدی، حالا هم که دیر نشده است، شاید در همین پیام هم متخصصان بیایند وارد شوند. یک هفته، یک ماه دیگر هنوز وقت داریم، هنوز سال 2024 وارد نشده است. تحلیل کنید، ارائه کنید، ما را هم اصلاح کنید و کمبودی‌های ما را هم بگید و ما هم استفاده کنیم، از همه را بگید و امیدوارم حداقل در سال آینده شود و نگذاریم که یک سیاستمدار، هر کسی هم باشد، چی رهبری دولت است، چی رهبری حکومت است، چی رهبری اپوزیسیون است، نگذاریم که در نزد مردم ملت جوابگو نباشد، هر چی دلش میخواهد بگوید و هیچ کس او را برای حرفش، برای سخنش، برای وعدهش سوال نکند، جوابگو نکند. یک ملت آگاه، یک ملت پویا، یک ملت زنده این خصوصیت را دارد، این ویژگی را دارد. اگر ما نپرسیدیم، هر وقتی که از پرزیدنت سوال نکردیم و فقط اپوزیسیون سوال کرد، کارشناس نکند، رسانه نکند، مردم نکند، پدر و مادر نکند، معلم نکند، نفقه خور نکند، پس ما ملت زنده و ملت پویا نیستیم. اصلا شاید که دیگر حرفی درباره ملت بودن نکنیم، ما بگیم یک مردمی هستیم، در همین جغرافیا زندگی میکنیم. خب تا چند وقت دیگر که یا امام رحمان زودتر میرود یا ما هستیم دیگر، به تقدیر تن بدهید. اما اگر میگیم ملت هستیم، پس نه، باید که ملت بیدار باشد، آگاه باشد، مسئله رو مطرح کند، سوال کند و
سیاستمداران را جوابگو کند. البته گفتنی‌ها زیادن، من میتوانم باز خیلی تحلیل کنم، اما بیشتر از این دیگر وقت شما را نخواهم گرفت و حالا اگر سوال گفتنی باشد یا یگان پهلوی خاصی از پیام را اگر بخواهید که من مطرح کنم در خدمت هستم ان شاء الله. خب بله استاد، خیلی خوشحالیم از تحلیل ها و آنچه که عمومی در مورد این پیام و واقعا هم در مورد اینکه تحلیلی در مورد شخصیت رحمانوف در گفتار و کردار که از جانب تمامی رسانه‌های مستقل و خبرنگاران کرده، این هم یک پدیده جدید بود و واقعا هم ما می‌بینیم که چنونه که شما خودتون میگه در هیچ صحبتتون با عصبیت صحبت نمی‌کنید، آرامانه صحبت می‌کنید، حتی تشخیص طبی و روانشناسی می‌گذرونن برای صحبتی که من در پیش شما میشینم هزار گپ میگن، از تن شما منو قهر میکنه که برای چی شونی صحبت میکنید، ولی آرامانه همیشه صحبت میکنید، هیچ وقت یعنی که عصبیت صحبت نمیکنید. خب من اگه تشخیصی چیزی میکنن توکلشون به خدا، برای که رحمانوف خیلی است، منم باید هم خبرشم خیر باشم، همین است. ولی در مورد بعضی از نکات پیام است که استاد میخوایم که یک کمی همونا را شما گفته گذارید، تو اینکه همون نقطه ها، همون جایش که برای من نگفتمشون گذاشتمشون برای شما، تا اینکه شما همون ها را یک گفته گذاریم، یعنی که اول گوش میکنیم بعد استاد صحبت میکنیم. عملی سازی برنامه‌های سازنده حکومت مملکت قسم درآمد بودجه دولتی هر سال زیاد گردیده. سال 2023 حجم آن نسبت به سال 2017 1.6 برابر افزایش یافت. با فراهم آمدن امکانات بله گوش کنم بیا خصوصیت اجتماعی بودجه دولتی تقویت داده شده، خراجات برای علم و معارف، تندرستی و دیگر شاخه‌های اجتماعی از 9.6 میلیارد سامانی سال 2017 به 18.5 میلیارد سامانی در سال 2023 رسانیده شد، یعنی 1.9 برابر زیاد گردید، قریب 2 برابر. تمام استاد. بله خب ببینید، من پیشترم در تحلیل عمومی هم گفتم که بازی با رقم یکی از ویژگی های این پیام ها هست. من در این شک ندارم، حالا همین سامانیه که رحمان گفت در این پیشرفت هست، بالا رفتن این رقم ها هست و باز تکرار میکنم که در تمام دنیا این هست. شما بگیرید دلخواه دولت رو، دلخواه کشور رو، از افغانستان شروع کرده از حرف ا یا آلبانیا، ارمنستان تا حرف یا، یامایکا، ژاپنیا، سال 2017 رو با سال 2023 مقایسه کنید. یعنی از لحاظ رقم، بودجهشون، مجموع محصولات داخلیشون، درآمدناکی اهالی از روی پول محلی چقدر بود، چقدر شد، در همه جا شما بالارایی رو میبینید. حتی در همون سومالی هم شما بگیرید مقایسه کنید. یعنی یک تندنسی جهانی است، ولی این راست است. اما وقتی که ما درباره نیکو احوالی مردم و ملت صحبت میکنیم، دیگر کریتریا ها، دیگر معیارها حساب و کتاب کرده می شود که آیا واقعا نیکو احوالی مردم بالا رفت یا پایان. مثلا همون ایندکس هایی که هست، پاکوپاتلنسپاسوبنس، یعنی قدرت خریداری مردم چقدر هست، و همون حدی اقلی سبد استعمالی در سال 2017 چند سامانی بود، الان طبق معیار سازمان ملل چند سامانی است. اینا رو باید مقایسه کرد. من ببینید در سال 2017 نمیدونم تاجیکستان در کجا قرار داشت، من رو میخواهم که خودی به جناب امان رحمان هم برسونم. تاجیکستان در سال گذشته در ایندکس اکونومیک سوابودی در جهان، یعنی ایندکس آزادی اقتصاد. آزادی اقتصاد یعنی چی؟ صاحبکاران، تاجران، بانوانی که رحمان میگه که 4 میلیارد سامانی، 4.5 میلیارد سامانی به بانوان قرض داده شد به زنها، یعنی این رو همچون با فخر میگه. اما شما همه این رو وقتی بیاره در کنتکستی جایگاه اقتصادی و آزادی های اقتصادی برای صاحبکاران، برای زنها، برای تاجران، برای بانکیرها، برای بازارنشین ها، اگر این رو نگاه کنید،
تاجیکستان در کجا قرار دارد؟ ایندکس آزادی اقتصادی تاجیکستان در کجاست؟ در بین 177 کشوری که در اون سازمان ملل این تحقیقات را گذراند، ما در جای 147 هستیم و اقتصاد تاجیکستان دارای صفت رپرسیون اکونومیکا، اقتصادی سرکوب کننده را گرفت. جناب امام الرحمن، جناب حکومتداران، اقتصاد تاجیکستان اقتصاد رپرسیوی هست. چخیلی که تاجیکستان در مسئله آزادی سخن رپرسیا دارد، بلاگرها را میشیناند، سرکوب میکند، اپوزیسیا را. چخیلی که تاجیکستان در مسئله ادوکات‌ها رپرسیا است، ادوکات‌ها را زندان میکند. چخیلی که تاجیکستان در مسئله آزادی دین رپرسیونی، نظام رپرسیوی دارد در تمام ریتینگ ها. در مسئله اقتصاد تاجیکستان شامل کشورهای هست که اقتصاد رپرسیوی دارد. یعنی اقتصاد رپرسیوی یا سرکوبگر چی؟ تاجر آزادی ندارد، صاحبکار آزادی ندارد، شهروند آزادی ندارد، بانکیر آزادی ندارد. تنها اعضای یک خانواده فرق ندارد. اون خانواده تجارت دارد، بانکیر هست، منصبدار هست، هر کی هست اون آزادی دارد. امام علی رحمان پیشرفت یا آزادی اقتصادی خانواده خودش را همچون پیشرفت یا آزادی اقتصادی ملت معرفی میکنند. همین جا است که من میگم که متخصصان باید این را تحلیل اقتصادی کنند، تحلیل کارشناسانی کنند و چگونه میتواند مثلا همون صاحبکاری که 75 بنگاه نظامی را ساخت، تصور کنید اقتصاد رپرسیوی، یعنی او از پول خودش ساخت، آمد فکر کرد گفت که من نلاگ را سپرده ایستادم، معاشا را داده ایستادم، برای استحصالاتم باز مبلغ جدا کردم، برای امورتیزاسیون رسخود و برای همه چیز. بعد یکی شیشت فکر کرد و گفت که نه، من باید حالا پولم زیادتی است، تا اون حد زیادتی است که من باید یک بنگاهی سرحدی در مثلا بین اشکاشیم در یا که شوراباد یک جا بسازم. این در کجا راست میگیرد؟ این تنها در اقتصاد رپرسیوی درست میگیرد. برای چی؟ برای آنکه تاجر صاحبکار باید انداز را سپارد، تمام دیگر. یک رکلام بود در زمان یلسین در شوروی، پلاتین نالوگ سپاکوینا، انداز را سپارو. در تمام دنیا همین است، انداز را سپار، راحت خواب کن. اما در تاجیکستان صاحبکار انداز را می سپارد، خواب راحت ندارد. برای چی؟ برای که با او سپارش میدهند که تو در فلان جا باید که یک بنگاهی سرحدی، بنگاهی طبی، یک چیز دیگر بسازی، راه بسازی. اگر نساختی تو در اینجا تجارت کرده نمیتونی. خب پس این چی است دیگر؟ البته این آزادی اقتصادی نیست، آزادی صاحبکاری نیست، آزادی تجارتی نیست. اما امام الرحمن با کمال پررویی، با دهان پر این را هم ببینید، همون صاحبکار مگر همین پیام را نمیشنود؟ وقتی که میگه که صاحبکاری وطن دوست آمد این را ساخت، اون صاحبکار وقتی میگه که مرا مجبور کردی، اون راه را ساختم مجبور بودم چون راه دیگر نداشتم، اون بنگاه را ساختم مجبور بودم، من میخواستم این پول را برای پیشرفت اقتصادی شرکتم نگه بدارم، اما مجبور کردی ساختمش. بنابر همین ببینید باز رقم هایی که بازی میکنه. دلار در من پیشتر هم گفتم که در سال 2017 اگر رحمان میگه که 1.6 بیشتر شد، 1.6 برابر، دلار چند برابر نرخش افتید؟ تقریبا همون قدر. پس این چی تاثیر دارد به بازار استعمالی، به درآمد اهالی، به مردم؟ هیچ. برعکس امروز قدرت خریداری مردم پایان‌تر رفت. بنابراین من این رو همین گونه شرح میدم، همین گونه تفسیر دارم، چیز بیشتر از این نیست. بله استاد درسته، سلامت باشید. ما بگذاریم بعد دیوم. بله. سبب میاد میآید با آن پدرانی که دختران خود را مکتب بخوانند مالیه ایجاد میکنند. و بینیتون بانوان زنها، دخترانی که به سایه مشغول است چقدر مبلغ امکانیت دارد و 100% زندگی خود را بهتر کنند. وقتی سواد دارد، وقتی دانش دارد، زبانهای خارجی را میدارد، میکند آسیب که نومی برای شوهر دمیتیم فکر میکند که مشکلیش آسان میشد. برعکس برای بیان پدر و مادر گفتند
از وقتی که تولد کردی تا نفسی واپسین زحمتش میکشی. با شاور بیتی شاور دادی با نبیردار میشوی، با عبیردار میشوی که از فرزنده ها شیرین تر. چی غمی آنها را نمیکنی؟ غمی را فکر نمیکنی؟ خراجات نمیکنی؟ انا استاد که همی یعنی که اون میخوایم که نظر شما را درباره همین یعنی که من چی نظر دادم میتونم در این گونه مسئله به فکرم خودت باید نظر بدی با همون اسلوب خودت، چون دیگر برای من در این گونه حالت دشوار است چیزی گفتن. اما استاد نبیره دوست داشتن مقصد من برای همین گفتم که این جناب امام علی رحمان بین پیام پرزیدنت به پارلمان و بین نصیحت پدر به فرزند، یعنی همه را با هم آمیخته کرده است، یا فرق نمیگذارد. اصلا اون دیگر از واقعیت آن که کیها فراموش کرده است که پرزیدنت تاجیکستان است و او خود را دیگر شاید پدری همه ملت، نمیدونم بابای همه نبیره ها، بابا کلان همه عبیره ها تصور میکند، ولی فراموش نکند که انتظاری 10 میلیون آدم از او همچون پرزیدنت است، دیگر هیچ. هر کس بابای خودش را دارد، هر کس پدری خودش را دارد، هر کس نبیره خودش را دارد، هر مادر فرزند تولد میکند. برای این را دانستن شرط نیست که پرزیدنت بیاد در پیامش همین نگوید. هر کس در فکر نبیره و عبیره اش هست، این رو همه میدوند. من یک برادرم آموزش دراز کند، اکی کلانی هم سفر در حال هم در فیض آباد در وطن است، ما 7 سال شد کنتاکت نداریم. وقتی که همه محبت خودش رو با فرزندش از حد زیاد رکلام میکرد و یک طرز، چون ما تاجیکان یک فرهنگ داریم که نباید انسان محبت به فرزند و به نبیره و به نزدیکانش رو در بین مردم زیاد آشکار کند. حالا خوب است بد است نمیدونم، این جزء فرهنگی خاکساری تاجیکی است. وقتی که کسی از حد میگذران، اکی من اکام میگفت که گوش کن برادر، همین خری من هم همون فرزندی تولد کردهش دوست می‌دارد، یا این یک چیزی همه میداند، همین یک گربه هم فرزندش رو دوست می‌دارد. این طبیعت فطری مخلوقات پروردگار هست. اما وقتی که یک پرزیدنت میاد در پیامش یک چیزی رو که همه میدونن و همه اون رو شب و روز احساس کرده ایستادن، با یک شکل گپ میزند که گویا که بار اول یک اختراع بزرگ شده است. یعنی هیچ کس در دنیا نمیدونست که یک پدر باید غم فرزند رو خورد، یک بابا باید غم نبیره رو خورد. خب میبخشید دیگر وقتی روی منبر اومدی با اون بابا و با اون نبیره و با اون عبیره طرز صحبت کن که او فردا جامدانش را اوپاکوف نکند و بررسی نرود. این وقتی امام علی رحمان میگه که صدها هزار شهروند تاجیکستان شهروندی دیگر جا را گرفته ایستادند، برای چی است؟ برای همین سخنرانی ها هست. برای هم میبینن که از سال به سال فقط میاد درباره قلفینای، درباره عبیره و محبت پدر با فرزند و درباره یک چیزایی که یا که 2 ساله ذخیره کنید. میبخشید شما، یعنی همین است که بعد مردم میره شهروند دیگر جا میشود. این رو باید یک کس با او بگوید، یا من یا خدا یا کسی دیگر یا یک وزیر، یا حداقل از همون خانواده باید یک کس بگوید که همون خودش اعتراف کرده است که در شبکه‌های اجتماعی مسخره میکنند. خب مردم چیکار کنند دیگر مسخره نکنند؟ وقتی که یک عادی ترین چیزی رو که همه دنیا میداند بعد میاد از منبر به مردم، به سفیرها، به وزیرها میگه که باید پدر و مادر احترام شود، پدر باید فرزند رو دوست دارد، مادر باید. خب میبخشید این خب دیگه چی درست استاد؟ منظور همینجا من سوالی من همین است در این گپ که یعنی که همه گناه در کلای مردم زده است، پدرش مهاجر کرده است، مادرش مهاجر کرده است و دختراشون خوب دیگه در تاجیکستان یا که میترسن از اون کره در تاجیکستان گذشته است و همه چیز. یعنی برای چی گناه فقط در کلای مردم بیچاره میزنه و مسئولیتی که حکومت داره در قبال مردم در همون مسئله نگب نمیزنه که من همچون دولتدار مسئولیت من این است که فرزندای شما رو تا صنف 10 بخوانونم، وارد دانشگاه کنم، با اونا علم بتیم شما. یعنی که منظوری من یعنی استاد همین است. یعنی چی نظر دارید این مسئله؟ ببینید آخر من یا خودت یا هر کسی دیگر به جای امام علی رحمان میبود و ملت همین گونه رفتار میکرد، باور کنید دیکتاتور، همه دیکتاتور میشود.
امام علی رحمان برای چی دروغ نگوید، برای چی همین رفتار نکند وقتی هیچ کس از اون نمیپرسد؟ امام علی رحمان درست میکنه که مردم را گناهگار میکند، پدر را گناهگار میکند، صاحبکار را گناهگار، حتی وزیر را گناهگار، مهاجر گناهگار است که خودش رفته است در خارج هجرت کرده است و کار میکند، زنها گناهگارند که تاجیکستان بیشت آثار را ترک کردن رفتن. طرز صحبت میکند که همه دنیا گناهگار است غیر از او. ولی یک بار کسی از او سوال کرد که اوی جناب پرزیدنت امام علی رحمان 32 سال هست که بودجه کشور در اختیار خودت، تمام رکنهای دولتداری از پارلمان و سود و وزارت و تا پایین ترین منصب دولتی را که تعیین میکنی با این همه دزدی و غارتگری همش در اختیار خودت. خب کی گناهگار است در اینجا؟ کبیری گناهگار است. من نه بودجه دارم، نه مسئول هستم، نه امضا کرده میتوانم، نه کسی را تعیین کرده میتوانم. چرا از من میپرسید؟ چرا از دیگران میپرسید؟ این سوال باید گذاشته شود و این سوال را باید همه گذارند، فقط یک ما و شما نه. باید جامعه این سوال را گذارد که همین مسئله گذاری، همین تنقید به کی است؟ به خودت باید باشد. خودت باید جوابگویی. همین است که حالا میاد این حرفا رو میزند، خیلی هم راحت آرام و مردم رو گناهگار میکند، جامعه رو گناهگار و مادر رو گناهگار میکند. خب دیگر واقعا حق دارد امام علی رحمان. امام علی رحمان شاید خودش رو حتی مظلوم احساس هم کند که بیچاره مظلوم است، همین ملت حیف شده است، او حیف شده است برای همین ملت. حتی شاید همین هم تصور هم داشته باشد. کی میدونه؟ واقعا درسته استاد. دیگه نمیدونیم چه فرمانه میریم ما در عصر زمانه علم و تکنولوژی جهانی معاصر زندگی کرده. پیشرفته ایستادیم. هر روز ببینید در دنیا چقدر پیشروی‌های علمی تکنولوژی است. حدوداً 15 سال ما با این سوادی که آموختیم کار فعالیت زندگی کرده ما مشکل میشود. تمام شد. ببینید همین اسلوب رو آموخته است درباره سوادناکی، درباره حقوق زن، درباره از صنف 9 شوهر ندادن. من در تاجیکستان دیگر ندیدم، واضح نیست، خدا را شکر که بله سالهای پیش بود از صنف 9 و 8 و 10 شوهر میدادن. حالا دیگر کجاست که همین باید همیشه تکرار کنید درباره سوادناکی؟ یک مسئله رو باید به امام علی رحمان تذکر داد، با او باید کسی فهماند که در علم جامعه شناسی یک پدیده رو با نام فضای فرهنگساز می نامند. اون دیگر به قانون، به گپ زدن و به نصیحت حل نمیشه. این به فضای جمعیتی، به فضای عمومی ربط دارد. چرا جامعه تاجیک، ملت تاجیک در یک مدت کوتاه در زمان خانواده سامانی ها، رودکی و دقیقی و فردوسی و ابن سینا و اینها رو به وجود آورد؟ اینا رو مگر از روی یگان قانون، از روی یگان کوت پرزیدنتی، از روی مبلغ گذاری کدام فاندها اینا به وجود آمدن؟ نه، این همون فضایی که خاندان سامانی ها در جامعه به وجود آوردن. اون فضا خودش تولید میکند علم، سوادناکی، معارف. اون در یک فضای خفقان معرفتی، سیاسی، حقوقی جناب امام علی رحمان امکان ندارد 100 مراتبه پیام درباره سوادناکی، درباره فرهنگ، درباره این مسائل ها گپ زنی، هیچ کمک نخواهد کرد به ملت. چون ببینید من در این پیام یک نکته بسیار جالب و بسیار تکرار کرد پرزیدنت، میگه که ما یک ملت فرهنگدار، ما ملت آریایی، ما درباره نوروز داریم، خیام داریم، فردوسی داریم، ما اینقدر تاریخ داریم، چرا مردم در خیابان و در کوچه این گونه رفتار میکنن؟ باید جریمه کرده شد. اون فرهنگ مردم، ملت معاصر رو، پیشرفت یک ملت معاصر رو در همین چیز دیده است. یک بار فکر نکرده است که برای یک ملت صاحب تمدن، صاحب تاریخ، صاحب فرهنگ و معاصر امکان ندارد که یک نفر 32 سال پرزیدنت باشد. اصلا این دو چیز به هم ساز نمیگیرند. خودش میاد فضای بی فرهنگی، بی معرفتی میکند، فضای خفقانی میکند، فضایی که در اونجا حرف، سخن، معنی دیگر وجود ندارد، فضایی که بلاگر رو فقط برای حرف زدن میبرد زندانی میکند، نویسنده رو فقط برای آنکه
در کتابش نوشته است که همون یک نفری که 100 سال پیش تجاوز شده بود در افغانستان بیا از منطقه امام علی رحمان بود است، میبرد او رو زندانی میکند، این عبدالقادر رستم اینها رو. بعد همین پرزیدنت انتظار دارد، توقع دارد که ملت باید با سواد باشد، ملت باید کادر داشته باشد، باید با فرهنگ باشد. خب میبخشید شما باز تکرار میکنم، یا خودتون نمیدونید کجا رفته ایستادید یا این ملت رو دیوانه تصور کردید، یعنی یا همین فضا رو گرفتار شدن. خب امکان ندارد اگر ملت تاجیک واقعا ملت با فرهنگ و با تمدن و صاحب معرفت و این همه خیام و نوروز اینا رو داره، امکان ندارد یک نفر رو مثل خودت جناب امام علی رحمان 32 سال طاقت کنه. ملت باسواد تحمل نمیکند شما رو. یعنی شما اگر واقعا میخواهید که ملت باسواد باشد، اولین کاری که این ملت باسواد باید کند از خودت بپرسد، سوال کند که برای چی با این رقم ها بازی میکنی، برای چی این دروغ ها از کجا، برای چی یک ملت باسواد معاصر با فرهنگ باید یک خانواده رو یک نفر رو 32 سال باید تحمل کند. خب ملت باسواد این سوال رو میگذارد، این مسئله رو میگذارد. یعنی شما تصور میخواهید که هم ملت باسواد باشد، زباندان باشد، متخصص باشد، کادر باشد، آزاد باشد و خودت هم 32 سال باز 40 سال اگر خدا عمر بتید رهبر باشی، بعد از فرزندتون نبرد. خب میبخشید دیگر این هیچ ربط دیگر به یک ملت با فرهنگ و با سواد ندارد. بنابراین همین این تناقض‌ها در مسئله گذاری، در پیام، در تصور دولتداری در وجود امام علی رحمان هست و اون از زبانش در پیامش در صحبتایش اون دیگر پیدا می شود. همین وقتی که امام علی رحمان سر از کاغذ برداشت، اونه که برایش می نویسند و آماده میکنند یک مسئله است. وقتی که خودش به طور طبیعی صحبت میکند، همون امام علی رحمان واقعی زنده صحبت میکند و او باور دارد که ملت هم مثل خودش باید فکر کند. هیچ کس باید از او سوال نکند. وقتی درباره فرهنگ و تمدن و تاریخ صحبت میکنی، ملت با فرهنگ و با سواد، یعنی ملت با فرهنگ و با سواد چیکار باید کند؟ مگر یک ملت با فرهنگ و با سواد که خودت میخواهی 50% قوه کاریش در خارجه باید باشد؟ چی خیلی عقلش میگیرد یا که اصلا فکر نمیکند که میگوید در زمان شوروی ما در مقایسه حالا با زمان شوروی این مقدار جای کار ما تولید کردیم، با وجود آوردیم که حتی در زمان شوروی این مقدار کارخانه‌های صنعتی نبود. استاد در اون مسئله میگذاریم. همینجا یک مسئله نقطه دیگر هم میخوام فهم که پس یعنی که همین مردم به سواد مانده که فعلا یعنی که با همین عمل کردی حکومت و وزارت معارف و بعضی از کارهای صنعی که انجام دادن، از صحبت‌هایی که ما سال 2001 و شما از استاد شنیدید و صحبت‌های استاد با یعنی که استاد نوری با مثلا رحمانوف که مخالفی یعنی با سوادچوی مردم و ملت است، یعنی خود رحمانوف، اما همین ملت به سواد مانده چیکار کنند باید؟ انا مینا استاد چی میگه شما؟ یعنی همین مردمی که به سواد ماندگی فراری شده است، گرفته است، ای اوسن جانش بالا اومده است، افغانستان گرفته است که او چیکار میکنن؟ همین اند زنده مونم ایسنش گرفته رفته است در لاتای مشترک المنافع. همین قشری بیچاره مردم چیکار کنه استاد باید؟ ببینید اینجا نه عیب این قشر بیچاره مردم است، نه عیب کسی نیست. من بار دیگر تکرار میکنم، محیط و فضایی که امام علی رحمان ساخت در طول 32 سال غیر از مهاجر، غیر از اوانگارد، غیر از چاپلوس چیز دیگر رو تولید نمیکند. آدمان باسواد و خوانده رو تولید میکند. یعنی شما فکر نکنید که اینجا بین سواد و بین آگاهی و بیداری فرق است. سواد رو مثلا عطا میرخواجه آدمی سوادناک است، کی میگه بی سواد است؟ عبدالقادر طلبکوف آدمی با سواد است، کتاب خوانده است. حتی عبدالله رهنما هم با سواد است، هم آگاه است، هم تحلیل دارد. اما پتلاک همون سقف فضای فرهنگی و علمی سیاسی که رحمان با وجود آورده است، انا همینا رو تولید میکنند. از این بیشتر، از این بالاتر دیگر این محیط، این فضا با وجود آورده نمیتواند. آدم کتاب خوانده است، حتی دیگران را متهم میکند با کتاب نخواندن، حتی کتابای خوانده‌اش رو رکلام میکند. اما وقتی که میاد در نتیجه گیری، اون تبدیل میشود به یک چاپلوس، به یک اوانگارد، به یک نفری که در همون مجرا عمل میکند. چون یک انسانی، یک جامعه‌ای که اون
فکر تولید میکند، فرهنگ تولید میکند، انسان آگاه تولید میکند، باید انسانی را به وجود بیارد که او به مقابل مجرا حرکت کرده بتواند. این یکی از ویژگی های اون جامعه هست، جامعه آگاه و پویا و بیدار است که انسانی را به وجود میارد که تولید میکند که او بتواند به مقابل مجرا حرکت کند. وقتی شما در ببینید ماهی که با مجرا حرکت میکند او هم شناوری کرده میتواند، یعنی همون ماهی هم شنا کرده ایستاده است ولی به مجرا میرود تا پایان و رفتم خیال. اما اون ماهی که بر علیه مجرا شنا میکند، شما فیلم های حجتی رو تماشا کنید، او میرود تا آخر بر مقابل این مجرا تا اینکه تولید کند، از خودش نسل ماند، از خودش چیز باقی ماند. جامعه در تاجیکستان ما امروز انسان‌های باسواد خیلی زیادن، اما اینا با مجرای سیاست رفته ایستادن. کسی نمیتونه گفت که اینا مثل همون ماهی هستن که شنا کرده میتونن اما موافق با مجرا. اما این زنده ماندن ملت از اینا وابسته نیست. زنده ماندن ملت از اونهای وابسته هست که بتوانند بر مقابل مجرا شنا کرده، این جسارت رو داشته باشند، این آگاهی رو داشته باشند. آیا جامعه‌ای که امروز ما داریم با رهبری امام علی رحمان، آیا میتواند کسانی را به وجود بیارد، تولید کند، تربیت کند که به مقابل مجرا شنا کنند؟ به مقابل مجرا شنا کردن یعنی به مقابل خود گفته‌های امام علی رحمان رفتار کنند و گپ زنند و تحلیل کنند و انتقاد کنند. اصلا امکان ندارد. درست است. که یک مسئله دیگر را میخوام که همین جشما بگه، همین قدر فرار مغزها، همین قدر نرسیدن تکنیک، همین قدر نرسیدن، یعنی که متخصصان خودش اعتراف داره که دولت‌های بیگانه مردمی عادی را قبول نمیکنن، پس متخصصای ما را قبول دارن، پس همین قدر فرار دارن. حتی سیاه‌پوستا در تاجیکستان اومده کار کرده هستند، یعنی که دیگه ملت‌ها اومده کار کرده هستند، ولی مردم ما خودمون از متخصص تا کارگر عادی از کشور فرار داره. یعنی پس آینده همین خالیگاهی که در کشور وجود دارد، یعنی که با یگان بنبست وزمین میرساند ما را. یعنی که چی فکر داری پس از رحمانوف یا همین، یعنی که مرحله چی فکر داری استاد؟ مثلا ببینید، اونه که یک جوان تصور کنید، یک طفل مکتب رو خوند، تمام کرد، دانشگاه رو خوند، اسپیرانتور رو خوند، تبدیل به یک کادر شد، به یک متخصص شد، اما میگیرد دیپلم و لباسهایش را و اگر فرزند داشته باشد فرزندها را به هر کجایی که امکان دارد هجرت میکند. آسانترینش روسیه و قزاقستان، ترکیه، کره جنوبی، اگر باز بختش آماد کند امریکا و کانادا و اروپا. درست یا نه؟ درست. خب برای چی؟ برای او سواد دارد، در همین دانشگاهی که امام علی رحمان تعریف میکند خوانده است، سواد را گرفته است، چشمش باز شد، میگه در این کشور من آینده ندارم. برای چی؟ برای که آزادی عمل ندارم، آزادی سخن ندارم، آزادی اختراع ندارم، اگر تاجر شوم آزادی تجارت ندارم، صاحب کار باشم آزادی صاحب کاری ندارم، من مجبورم که هم نلاک بسپارم، هم با سپارش رحمان بنگاه بسازم، راه بسازم. او جستجو میکند، همچون یک انسان عاقل با سواد جستجو میکند یک جایی را که در اونجا زندگی آسانتر است. بعد امام علی رحمان میاد که ما باید دولت بسازیم، ما باید جامعه. میبخشید شما خودتون پایه‌های دولت و دولتداری را که کادر اون را با وجود میارد از بخوبونش ویران کرده ایستادید. این راه امام علی رحمان یا نمیفهمد یا میفهمد و مردم را گول زده ایستاده است. من در اینجا مشکلی رو در مردم نمیبینم، مشکلی رو در دانشگاه های ما نمیبینم. دانشگاه همون دانشگاه هست، علم حاضر در اینترنت هست، همه میگیرد. من مشکلی رو در یک نفر میبینم، اون نفری که این فضا رو با وجود آورده است. ملت چیکار باید کند؟ مثلا ملت دو راه دارد، یا خودش رو آماده میکند که دانشگاه رو تمام کرد بگیرد جامعه‌دانش رو سفر کند، یا میگوید که نه من میخوام در وطنم زندگی کنم، در وطنم باشم، همون نروژ و کویت و امریکا و شویتزاری رو در وطنم بسازم. پس راه چی میماند؟ این سیستم رو تغییر دادن. اگر ملت آماده هست که این سیستم رو تغییر بده، برای سیستم رو تغییر دادن بعضی ها میگن که با عوض کردن یک نفر نمیشه سیستم رو تغییر داد، باید نه، با عوض کردن یک نفر میشود سیستم رو تغییر داد. با رفتن هیتلر از آلمان سیستم رو تغییر کرد.
خب کی با رفتن قذافی تغییر کرد، با رفتن صدام تغییر کرد، همه جا تغییر میکند. با رفتن اسلام کریمov در ازبکستان وضعیت تغییر کرد، با رفتن نظربایف در قزاقستان وضعیت تغییر کرد. کی میگه تغییر نمیکند؟ با رفتن ببینید در تاجیکستان با رفتن امام علی رحمان سیستم زودتر تغییر میکند. چرا؟ برای اینکه همه سیستم در دست یک نفر است. در اون جای سیستم رو تغییر دادن دشوار می شود که سیستم تقسیم شدگی است بین حاکمیت سعودی، حاکمیت پارلمانی، حاکمیت اجراییه، مثلا ولایت ها مستقلن. در اونجا کمی دشوار می شود. اما وقتی که در همین جای امام علی رحمان دلخواه آدم ملت دوست و وطن دوست یک کمی عاقل و با فرهنگ بیاید، شما باید ببینید که سیستم چقدر تغییر میکند. در یک سال شما تغییرات را هر کس در خانوادهش احساس خواهد کرد. دانشجو، نفقه‌خور، مهاجر، منصبدار، گنرال، سرباز، همه در زندگی شخصیش تغییرات رو بعد از یک سال احساس خواهد کرد. خودش رو انسان حساب میکنه. این تصور نمیکند بعد که یک نفر بیاد در جلسه 3 ساعت مثل امر معروف و نصیحت و نمیدونم قصه گویی کند و باز ملت رو متهم کند و بگید که فقط من و خانواده‌ام کار کرده ایستادیم. کاملا استاد پاسخ ما را گرفتیم. همین بود مقصد منم که یعنی که پاسخی که برای مردم ان شاء الله که مهم باشد. میگذاریم استاد بعد دیگه تعلیم و تربیت وزیر زمان میگیرد و در عائله که پدر و مادر سواد نداشته باشند نفهمد چگونه معاشرت میکند، معامله میکند با فرزند خود. این را باید پیش از همه پدر و مادرمون محترم ما باز یک بار یا تاکید میکنم که خوب اندیشه کنند. ضامن در حق نورسان و کودکان و فرزندان خود نشویم. آینده آنها را فکر کنیم، آینده خود ما نه، آینده فرزندا، نبیرا، ابیرا را فکر کنیم، تربیت کنیم، شرایط مهیا کنیم. خلاص تو اینا میبود. یعنی که چی میگی؟ ببینید اینم ادامه همون صحبت ها هست که جناب امام رحمان میگه که چگونه بدون سواد میشود در خانواده معاشرت کرد، چگونه دولت ساخت، چگونه حاکمیت ساخت. من فکر میکنم همین رفتار خود امام رحمان اثبات کرد که میشد است بی سواد هم میشد است حاکمیت کرد، در یک عائله هم میشد است. مگر حالا امام رحمان در خانوادهشون من نمیدونم چقدر سطح سوادناکی است، من راستیگه امتحان نکردم، اما میبینیم از همین طرز سخنرانی خودش، از اون که از کاغذ بیرون برود چی میگه، از همین که من نمیدونم حالا 10-15 کتاب حداقل نوشته است. افغانستان را یک دولتی که همسایه هست در 32 سال هنوزم افغانستان میگه. من نمیخوام این تا این درجه خوردگیری کنم، اما برای میگن که مشت نمونه از خیروار هست، یعنی هم یک مشت گندم زدی از داخل یک خیرمن، همون در مشت چیزی آمد، چقدر دانه گندمی تازه است و چقدر کرمک است، چی میگن همون پوسیده، نمونه از همون است. وقتی که در استفاده کلمه ها نام دولت افغانستان، این بیانگر یک سطح سواد هست. بعد امام رحمان میگه که چگونه میشد بدون سواد در خانواده معاشرت باشد، دولت ساخت، جامعه ساخت. خودت 32 سال دعوای خودت دولت ساختی، خب با این سواد و با این سطح معاشرت کرده ایستادی، پس چگونه نمیشد است؟ بله اگر بگوید که یعنی سواد بیاموزه تا یک انسان آزاد و مستقل باشد که شما دیگر فکر تولید کنید، من این رو از امام رحمان نمیشنوم. و بعد خودش میاد میگه که نمیشود. خب میشد است که خودت اثبات کردی. همون کدام یک لحظه های گوارا بود. ببینید همین سخنرانی رحمان رو تحلیل کردن بدون لطیفه و از این لحظه های گوارا و مثل که نمیشود. اون یک خیلی به من معقول بود، همون که میگه سمبوسه به گوشت میخورد، میگه نمیشود است که به گوشت هم سمبوسه کرده. حالا مثلا تجربه 32 سال رهبری خودت اثبات کرد که میشود است که به سواد و به همین دانش و به ملکه و با همین قصه‌گو افسانه‌گو میشود است رهبری کرده. برای چی میگه که نمیشود؟ کی ملت میسازد؟ خب میشود است همین کارو کرده. یا توپای تو بوده 32 سال شد رهبری داره، اما آیندهش هم یعنی این مصیبت است. این مصیبت است که واقعا یک نفر میاد
ملت رو به همین حد میرساند، بعد میاد درباره سواد، درباره معرفت، درباره معاشرت خانواده، درباره دولت سازی و ملت سازی صحبت میکند. واقعا یک مصیبت است. ما باید گاه برای نرم کردن صحبت باید لطیفه بگیم، بخندیم، اما اصلی مسئله این فاجعه است، تراژدی است. بله استاد میگذاریم با دیگه میکند انا وطن را کیاباد میکند. متخصص بیچاره ما شهر نساختیم دیگر نساختیم دیگر کی میکند همون شهر را کی سازد؟ در کجا معماری ما؟ در کجا اختراعکار ما؟ در کجا دانشمندان با معرفت سطح بین المللی ما؟ کلی سر شد کن گریخت از رفت از نوشگری دومی کی تربیه میکند؟ کی بابایا میرساند؟ آها تنها یا رهبر دولت؟ انا با این سوال کی باید جواب بگیرد؟ کی میسازد؟ کی تربیه میکند؟ کی این دانشمندان سطح دولتی جهانی رو کی باید، یعنی کی دانشمندان سطح جهانی رو در زندان کرد؟ کی روزنامه‌نگاران، بلاگرهای سطح جهانی رو که میلیون بیننده داشت در یک تاجیکستانی 10 میلیونه، شما تصور کنید در یک تاجیکستانی 10 میلیونه دلیر امام علی 1 میلیون، حالا خودت هم بعضی نوارهات 1 میلیون بیننده، یعنی 10% اهالی تاجیکستان اون رو دیدن. این البته در سطح جهانی یک بلاگر، یک ژورنالیستی معروف است. امام رحمان میگه که کی رو تربیه میکنه؟ ملت خودش تربیه میکند، همون انسان خودش تربیه شده ایستاده است. سوال این است که کی اینها را زندانی میکند؟ کی اینها را از وطن بیرون میکند؟ مگر عبدالقادر رستم یک دانشمند سطح جهانی نیست؟ در قزاقستان کار کرد، کتابهایش در ایران جایزه ها گرفت. خب یک تاجیک سطح جهانی همین قدر می شود. خب کی رو زندانی کرد؟ کی این متخصصان و ارکیتکتورها رو مجبور کرد که وطن رو ترک کنند؟ حالا همون ارکیتکت این سوال رو باید خودش جواب گیرد. در این 32 سال همین رقم جواب بگوید تا اینکه او سوال کرده ساسخی از ما، یعنی ما میخوایم که شما جواب بگی. من جواب میگم با سوالیو. این رو باید کبیری تربیت کنن. یعنی همین متخصصا رو باید کبیری. من گناهگار، پس رحمانوف همون دلیل جنایتی که مرا باز کرده است، حکم ابد داده است برای همین جنایتم که من در این 32 سال بودجه دولت در اختیارم بود، حکومت در اختیارم بود، من ارکیتکتور تیار نکردم، دانشمند سطح جهانی تیار نکردم، متخصص تیار نکردم. امام علی رحمان ببینید، من چند روز پیش یک در همین اروپا یک چیزی بسیار خوب است، توریستایی که منطقه آسیای مرکزی رو میرفتن یک گنوسنشافت، این با آلمانی تاوریش است و یک جمعیت دارن که در شبکه‌های اجتماعی هر کسی که آسیای مرکزی رو زیارت کرد رفت توریست، اینا در اونجا تأثیرات خود رو می نوشتن، توصیه میکردن کی کجا رود و کجا میرود. من تصادفاً در پاییز با یک آلمانی همسفر شدم، فهمید که من از تاجیکستان، گفت که من تاجیکستان سفر کرده بودم، همین تابستان رفته بود است، ایسیقکول، دوشنبه چند جاها را دیده است، بعد قرقیزستان رفته است، ازبکستان. گفت که من حالا همون وارد شد در همون شبکه‌ای که با هم هستن، این توریست‌های اروپایی که با هم می‌نویسن تأثیرات خودش رو. گفت که در اینجا ما برای سال آینده چی کرده ایستادیم، نقشه کشیده ایستادیم که آیا سال آینده هم 2-3 سال بعد آسیای مرکزی باز یک بار توریست میره و میونه. گفت من تعجب میکنم تاجیکستان 80% کسانی که میخوان آسیای مرکزی روند در اینجا نوشتن که ما دیگر تاجیکستان نمیرویم، ما ازبکستان میرویم، قرقیزستان، جاهای دیگر. او فهمید که من تاجیکم. گفت که خیلی افسوس میخورم که منم خیلی از اینترنت ها دیدم رکلام ها و گفتن که کوههای زیبا دارد، شرایط زیبا دارد. گفت که منم دیگر تاجیکستان نمیرم، یک بار رفتم بس، ولی میخوام باز آسیای مرکزی دیگر جاها رو ببینم. بعد من گفتم برای چی نمیری؟ گفت که من خیلی ناراحت شدم از اینکه این حکومتداران شما در دوشنبه یک کپی بسیار معیده، خیلی کپی بدی دبی و شانگهای اینها رو ساخته ایستادن. شما اگه ارکیتکتور ندارید. اون گفت من وقتی رفتم یک چایخانه راحت رو دیده بود است، عکسش رو نشون داد به من. گفت که من این عکس من در چایخانه راحت
وقتی گفت من شنیدم که همین چایخانه رو حکومت شما ویران کردن می‌خواست است، تئاتر مایاکوفسکی رو ویران کردن است، فلان جاها رو در جای این یک بیناهای میسازند که گویا فکر میکنن این آرکیتکتورایی که رحمان تربیت کرده است خودش گویا که خیلی هم بینای زیبا بلند آشیانه و بعد چاپلوسان میان تعریف میکنند که شما نمیبینید دوشنبه چقدر زیبا شده است. یک انسانی که یک اروپایی، یک آدمی که کمتر دانش دارد و آرکیتکتور رو میفهمد، معماری رو میفهمد، فرهنگ رو میفهمد، بین اون چایخانه راحت و بین چایخانه که رحمان ساخته است با صدها میلیون دلار فرق رو میبیند که این چایخانه نو هیچ ارزش معماری ندارد در برابر اون چایخانه‌ای که معمارهای زمان شوروی ساخته بودند. تئاتر مایاکوفسکی، بینای اکادمی نوک و حتی بینای پارلمان حاضره که میخواند ویرانش کنند، این ارزش معماری 100 ساله دارد. اما آرکیتکتوری که رحمان تربیت کرده است خودش میگه که کنی آرکیتکتورهای ما این دانش را، این فرهنگ را ندارند. برای اینا اینا همون استتیک معماری را نخواندن، نگذاشتن. برای همین است که یک توریستی اروپایی میگه که ما به خلاصه آمدیم که دیگه تاجیکستان نمیریم، چون کوها را دیدیم، اینا رو خیلی دیدیم دیگه. همین است نتیجه کار امام علی رحمان. همین است وقتی که درباره معمار گپ میزند او اصلا نمیدونه که معماری معاصر یعنی چی، و اون فکر میکنه که همون بینایی که ساخته است از بتون و شیشه و از همون، یعنی این معماری است، این یک پیشرفت است. متاسفانه همین است. درست، واقعا یعنی که پس با این افکار شما همین است که ما آینده خیلی مشکلات زیادی هم با جهانگردان داریم، هم با خودمون، یعنی با این کارهایی که این انجام دارد، چیزای اصولیت ویران دارد. ببینید خداوند با ما طبیعت زیبا، کوههای زیبا، 4 فصل سال، دریاهای زیبا، همه چیز رو داده است برای توریسم. اما یک توده از مردمی بی‌سوادی که تصادفاً حاکمیت در دستشون افتاده است، تاجیکستان بهشت آثار را تبدیل کردن به اونجایی که مردم به خاطر طبیعتش میرود، اما بعد میگه که من دیگر نمیخوام رفتن. حالا که میتوانست بودجه تاجیکستان همه ساله فقط از توریسم، از آنهایی که میخوان بیان تاجیکستان را ببینن، یک صدها میلیون دلار شاید میلیاردها درآمد کنند. من اصلا نمیفهمم که برای چی امام علی رحمان همین بیناها را در یک گوشه دیگری دوشنبه نساخت. دوشنبه قدیمه زیبایی که واقعا آرکیتکتور زیبا داشت همون رو میموند. خب قزاق‌ها الماتا رو ماندن، خیلی که هست رفتن استانه ساختند. درست. ازبک‌ها سمرقند و بخارا رو ماندن، رفتن تاشکند رو همون قسمت اساسی رو ماندن، یک کوچه‌های دیگر رو ساختن. امام علی رحمان بهترین بیناهای معماری زمان شوروی رو ویران کرد، در جای همون یک کوچه دیگر ساخت. یعنی میتونست که یک مثلا خیابان نعمت قرابایف رو تبدیل به یک خیابان زیبا کند، نمیدونم خیابان عینی رو یک جای دیگر رو بسازد، اما آمد مخصوص برای اینکه خاطره تاریخی و فرهنگی ملت رو پاکسازی کند. اون خاطرهای زمان دانشجویی ما و اون نسل ما رو از بین برد. اصلا دارد خاطره ملت رو از بین میبرد، منقورت میسازد. این رو هم بگم برای من خیلی دردآور بود که حتی نام دهه مرا که قسم داره که یک نام زیبا است، نام تاریخی است، نام تاجیکی است، این رو از بین بردن. دیگر اصلا به من همدیگانم نوشتن که دیگر یگان اشاره از دهه قسم داره نیست. فقط به خاطر چی؟ به خاطر آنکه در این دهه کبیری تولد شده است. یعنی این دهه باید نامش از خریطه تاجیکستان، از خاطره مردم باید نیست شود. میگن هیچ دیگر نوشتجاتی در اون نیست دیگر. خب چی بدی دارد نام قسم داره؟ مگر اگر من در اون تولد شدم میخواد خاطره های کودکی مرا، نه اون نقش میبنده در من، در هست اون دیگر خواهد نخواهد باز نام زیبای قسم داره برمیگردد و اون احیا خواهد شد. این بر رحمان معقول هست یا نیست؟ این حتما صورت میگیرد. اگر من نتوانستم کرده، فرزندان من همون طوری که خودش گفت که نبیرگان و عبیرگان و اونا را، خب مهم دیگر فقط اون ندارد، ملت حتما این رو برقرار خواهد کرد، یا عبیره من، نبیره من، کسی دیگر. اما وقتی که اون میآید خاطره هزارها، صدها هزار، میلیون ها انسان ها را از کوچه رودکی پاکسازی میکند، در اون میخواهد نسل‌های بعدی بگن که شوروی چی نساخت، این رو همه رو ما ساختم.
قسمدره وجود نداشت، کبیری اصلا وجود نداشت. این را شاید یک مثلا گلستان و بستان نامی مهرآباد دیگر ماندن. در تاجیکستان هزارها مهرآباد شده است. او فکر میکند که اگر همه را مهرآباد نامان مهر زیاد می شود. اگر همه جا را گلستان نام کرد همه جا گلستان می شود، همه جا را بستان کرد یا استقلالیت کرد استقلالیت ما زیاد می شود. این از سطح فهمیش او، نامگذاری او، جامعه سازی او و متاسفانه دولت سازی. درست استاد، کاملا با شما موافقم که همیشه فکرها رو همه مردم هم دارند. بله استاد. خب استاد دیگر و در راکی آباد میکند متخصیص اشاره ما شهر نساختیم دیگر نساختیم دیگر کی میکند همون شهر کی بسازد؟ هفتار در کجا معماری ما؟ در کجا اختراعکاری ما؟ بله این پفتار است دیم. بله از جانب صاحبکاران کشور بیش از 2000 کارخانه و کارگاه‌های استحصالی با 21000 جای کاری 1380 انشاءات ساحه معارف 1213 مؤسسه تندرستی 11.5 کیلومتر راه و 461 پل بنیاد از نوسازی کرده شده است. تنها در سال 2023 صاحبکاران مملکت 715 کارخانه نوی استحصالی با 5000 جای کاری ساخته به استفاده سپاریدند. سال جاری از جانب صاحبکاران وطن دوست در ساحه معارف 117 انشاءات برای بیش از 43000 خواننده بنیاد گردیده. در ساحه تندرستی ساختمان از نوسازی 139 انشاءات انجام داده شد. رقم ها را گوش کردین؟ گوش کردی استاد رقم ها؟ بله گوش کردیم. که میگه رقم ها را گوش کردی دوام داره استاد لحظه گوره دوام داره. نه که چقدر زیستن اکیدایی. این کروزون کاریه. صاحب کارو کام دایی چقدر زیستن. آن کارهای سازندگی که صاحبکاران باننگ ناموس مملکت انجام داده ایستادند ما آن را از بودجه دولت به این اندازه نکردیم. خب ببینید بسیار اعتراف جالب است. همینجا قطع کنید. واقعا یک جمله خیلی مهمه گفت زد. یعنی ما از بودجه دولت این کار رو نکردیم. بودجه دولت رو چیکار کردید؟ راست میگه. همین بودجه دولت رو چیکار کردید که این کار رو نکردید؟ صاحبکار 1380 انشاءاتی ساحه معارف می ساخته است، راه می ساخته است، نمیدونم 461 پل ساخته است، 715 کارخانه ساخته است. دولت چیکار کرد؟ حکومت چیکار کرد؟ اصلا پرزیدنت برای چی در کار بوده است وقتی که صاحبکار این همه رو می ساخته است؟ یعنی واقعا یک تعجب است. صاحبکار باید کار کند، انداز پارد، تمام دیگر هیچ کار نکند. من فکر میکنم که اگر از روی این منطق پیش رویم باید یک شورای صاحبکاران تاجیکستان تأسیس دهیم و مسئولیت های پرزیدنت رو برداشت. همین شورای صاحبکاران همه کار همین صاحبکاران میکردن. بیچاره بودجه تاجیکستان رو تامین کنن، چون انیق است که 99% بودجه تاجیکستان از حساب اندازی همین مردم از صاحبکار و تاجر و مردم دیگر انداز سپرده ایستادن، گمرک اینها. پس یعنی تصور کنید مصیبت دولت داری و ملت سازی ما چی است. امام رحمان با حکومتش خودش اعتراف میکند که ما مسئولیت خودمان را از دوش شما ساقط کرده ایم، این را گذاشتیم به دوش صاحبکاران. صاحبکار میسازد، تولید میکند، انداز میسپارد، همه کار را میکند و امام رحمان میاد پس منبر با فخر گپ میزند که فقط رهبر دولت کار کند، دیگران چی کار میکنند. او اصلا فکر نمیکند که یک جملهش با جمله دیگرش تناقض دارد. مشکلی هم در همین است و ما هم این را هضم میکنیم، تحمل میکنیم، طاقت میکنیم. همین است که من میگم باید در اینجا متخصصان بیان، به خصوص روانشناسان، یک بار بگن که خب این جمله با جمله دیگرت تناقض دارد. در یک دولت معاصر متمدن
در عصر 21 این حالت باید نباشد. یعنی مکتب را باید حکومت بسازد. حتی سازمان های بین المللی هم نباید بسازند. ببینید من یک نکته رو اینجا میخوام، خیلی حالا نمیدونم وقتمون خیلی طولانی شد، من این آماده نبودم، نمیخواستم که قدر طولانی حرفای او رو شرح دیم و با این مشغول شویم، اما شما پس یکدیگر این لحظه رو آورده ایستادید، منم مجبورم که دیگر شرح و تفسیر کنم. امام رحمان در همین صحبتش گفت که صاحبکاران 75 بنگاه مرزی ساختن. بله. ما مراجعت کردیم با سازمان های بین المللی، یک کمک کردند. در اینجا چون او فکر میکند من این حرفا رو تاجیکی میگم، به انگلیسی چون ترجمه میشود یا نه، چون در خط نیست، در کاغذ نیست، این رو شفاهی میگه. این نمیجای استاد میرا گوش که این نمیجای یک بار میرا گذشته تا سال 1991 در جمهوری همگی 350 نه اینایه. خب بگذار همین هم باشد، چرا نه؟ بگذار همین هم باشد. سال آخر با کشور با مبلغ بیش از 95 میلیارد سومانی سرمایه خارجی وارد گردیده است که زیاده از 30 میلیارد سومانی آن سرمایه مستقیمی باشد. یعنی که با کشور 9 میلیارد باشد، لیکن قدم به قدم رفته ایستاده. یعنی که با کشور 9 میلیارد دلار ورچ دیگه. ببینید من چرا میخوام بگم، همین سال نیست ما در شبکه‌ها در رسانه‌ها نبینیم که سفیر امریکا هر سال، سفارت ژاپن میآیند در مثلا بنگاه‌های مرزی برای مرزبان‌ها میسازند. مثلا میبینیم که سفیر امریکا، خصوصا همین اینترنت رو بینید، یگون چیزی نیست. بله هست. مثلا قیچی میبره سفیر امریکا، یک گنرال امریکایی در پستگاهی مرزبانی در ترسوزاده، در شوراباد، در جای دیگر، و این معنی نداره که صاحبکاران نساختن، صاحبکاران هم ساختن، اما هر سال سازمان‌های بین المللی امریکا، بخصوص امریکا، یعنی اونقدر مبلغ‌هایی که برای تقویت مرزهای تاجیکستان کرده است، ولی امام رحمان بعد میاد میگه که بله بعضی کمک‌های کردن، اما ما این رو ما خودمون ساختیم. من به یاد چی رفتم وقتی این رو شنیدم، حالا کدام سال بود امریکایی‌ها در بین افغانستان و تاجیکستان در 5 پایان یک پل ساختن، تا حالا کار میکنن به مبلغ 10 میلیون دلار با پول وزارت دفاع امریکا. وقتی که وزیر دفاع امریکا تاجیکستان آمده بود، این رو به من سفیر قبلی امریکا نقل کرده بود، به فکرم هاگلند بود، گفت که من از وزیر خواهش کردم که از بودجه وزارت دفاع یک مبلغ جدا کند، همین پول بسیار مهم است برای رفت آمد بین تاجیکستان و افغانستان، و رفت گفت مبلغ را گذراند و ما این پول را با 100% با پول امریکایی ساختن. بعد امام رحمان آمد، در هیچ ربطی نداشت، اصلا تصور نمیکرد، حتی خواهش نکرده بود از امریکا که این پول ساخته شود. بعد در تلویزیون و در رسانه‌ها که با تشبث و با ابتکار جناب عالی و فلان و بهمدان این پول ساخته شد، این هدیه امام رحمان به دو ملت، به ملت تاجیکستان و افغانستان. خب امریکایی که دیپلمات است نمیاد در تلویزیون بگه او میبخشید، بس آخه این احمقی رو نکنید دیگه، اما در صحبت‌های خصوصی بعد میگه که این چی فرهنگ سیاسی است. خب اقلا یک بار نمیگه که ما امریکا همین پول داد 10 میلیون رو، یعنی یک اشاره هم نیست که این هدیه پرزیدنت تاجیکستان به دو ملت 100% پول امریکایی بود. دقیقاً همین منطق در همین مرزبانی است و در جاهای دیگر. یک مرتبه نمیگه که خارجی ها، آن سازمان ملل، نمیدونم این اتحاد اروپا، امریکا، کویت، عربستان سعودی چند مکتب ساختن، صاحبکاران چند ساختن و حکومت امام رحمان چند مکتب ساخت. یک مرتبه این خیلی مقایسه نمیشه. من این رو بازم میگم، بازی با رقم ها، بازی با فکت ها و از همه مهمش با یک پرویی جابجا گذاری کردن این واقعیت ها هست که مغشوی مردم، ولی باید یک کسی رو بگوید. اگر ما شما نگیم دیگران نگن، کی رو باید گفت؟ واقعا این همین صحبت ها که حالا مونده ایستاده، اگر ما ساعت ها هم همین تحلیل کنیم از این چارچوب بیرون نخواهیم رفت. یعنی حالا دو تا دیگه‌اش مون تمام نمی خلاص دیگه قدر زیاد هم نمونده سیر تمام.
خب این او دارید که با جای اگاز مخفیش نیست. شما دیدید دوامی سال. من یک رقم را با جای شما میگم. ما قریب دوام 20 سال زیاد شد با تمام جامعه جهانی دولت‌های پیشرفته متمدن مراجعت کردیم دایر به تصمیه بنیادی تصمیه امنیتی بر سرحدات با جمهوری اسلامی افغانستان. استاد امیره یعنی که تام جای استودم همین فقط وقتی که اودکبی کجای برای افغانستان پل میطلبه کو خی مقصد که یعنی من پلم بوتی ندارم و افغانستان تهدید میکنه و همین کپور میگه یادتون است تو یعنی در بسیاری ببینید کار به حد رسید که در همین نشست اخیر اودکبی در مینسک توکایف پرزیدنت قزاقستان عصبانی شد گفت بس کنید توکای میترسونید همه را از همین افغانستان و از همین جاها و شنیدید همتونه все говорит прекратите сколько можно пугать нас Афганистаном и так далее یعنی این عیب است واقعا وقتی که بیزار میشد جامعه جهانی از این طالباندگی و من کمک کنید که افغانستان نمیدونم تروریستا هجوم میکنن و از همه بدش این است که کمک میکنن اودکبی کمک میکند آن کمک میکند OBSE کمک میکند نمیدونم امریکا کمک میکند بعد میاد میگه که ما زاره کردیم تولد کردیم هیچ کس نساخت و کمتر رو ما خودمون ساختیم خیلی جالب است این دیگه خب من همین گفته استادم یعنی همین چیزایی که در همین دوامی همون یعنی که صحبت که شما کردید بیش تو کمکایی کردن لیکن وقتی من مراجعت به صاحبکاران وطنی کردم در یک سال بس 75 انشاءات سرحدی از آن جمله دیدبانگاه‌های سرحدی به درجه عالی در سرحدی تاجیکستان و افغانستان بنیاد کرده شد دیگر ما از گردنکجی محتاجی طالبیدنی بیرون شدیم. بله استاد نه امکان ندارد که از گردنکجی و طالباندگی بیرون شوید برای که همون کدام گفته بود به فکرم عبدالغفار حلیموف بود که گدا اگر پادشاه هم شود 40 سال بوی گدایی از دماغش نمی رود این دیگر طرز تفکر هست این ابراز ژیزنی هست این دیگر امکان ندارد همونه که مثلا وقتی که حتی توکایف دیگر عصبی شده است گفت که بس کنه دیگر این ترساندن و طالباندگی رو من همین خیلی که همین پیام رو پیام پرزیدنت نمیبینم وقتی که امام رحمان در الماتا بود در کجا بود استانا با پوتین شکایت کرد و گله کرد یعنی واقعا جای شرم بود که پوتین رو گفت برای چی به من کتاب نمیفرستید برای چی این نمیفرستید یعنی یک رئیس کالخوز از کاتب ابکام وقتی که درخواست میکند همین فرهنگ طالباندگی از صاحبکار میطلبید خب صاحبکار هم میطلبند و هم مجبور میکنند یعنی از خارجی از آن از امریکا از اودکبی بعد میگه که ما از فرهنگ از همین گردنکجی و طالباندگی خورشتیم نه متاسفانه تا وقتی که شما هستید ملت و خود شما خلاص نمیشید خارج نمیشید چون این دیگر طبیعت است فرهنگ است سیاست است استراتژی است مشکلی ما هم در همین است متاسفانه بله استاد انا با اشاره با اون کرده سودم که ما اعضای حکومت رهبران ولایت و شهر نایا و دیگر ساختار و مقامات‌های حفظ حقوق نظامی قدرت دیگر یعنی در خاطر داشته باشید جای کاری را کی معین میکنه انشاءات‌های اجتماعی را اساساً کیا بنیاد کرده است حتی امروز کمک دست درازی یا رسان کرده ایستادن در بنیادهای انشاءات نظامی و حربی دیگر کی صاحبکاران وطنی صاحبکاران باننگ ناموس این از زیادتان فراموش نسازید برعکس یعنی استاد چی فهمیدی یعنی که چی اینه ببینید این هم باز هم بازی با همون سخنها هست بله همون کاری که حکومت باید کنه صاحبکاران کرده ایستان اما چرا امام رحمان به وزیران و وکیلان مراجعت میکند که به قدر صاحبکاران برسید او رئیس رهبری حکومت است یعنی در تاجیکستان یک نفر هم پیشوا هست هم پرزیدنت است هم رهبری حکومت است سروزیر هیچ کس از روی مقام و صلاحیت در تاجیکستان طبق کنستیتوسیون
خب سوال این است که به صاحب کار وقتی که دیگران رو میگه که به قدر صاحب کار برسید، خودش برای صاحب کار چیکار کرد؟ کودکس انداز رو در تاجیکستان پرزیدنت امضا میکند. یعنی تمام قانون‌های اندازبندی رو که حیات و ممات صاحب کار از همون وابسته است، پرزیدنت امضا میکند. آیا پرزیدنت یک بار وقتی که این حرفا رو میگه خودش فکر کرد که تاجیکستان از جمله 5 کشور در دنیا هست که بالاترین سطح اندازبندی به صاحبکاران رو دارد؟ یعنی امام علی رحمه وقتی که این حرف رو میگه به دیگران که به قدر صاحبکاران برسید، خودش به قدر صاحبکار میرسد؟ آیا وقتی که همون قانونی انداز پیشش میارن که سطح فایز اندازبندی رو معین کند، همچون پرزیدنت کدام رقم رو امضا میکند؟ چرا مثل کشورهای دیگر مثلا 15 20 حد اکثر 40% نه؟ چرا 72%؟ مجموع اندازها و پرداختهایی که یک صاحب کار در تاجیکستان از اول تا آخر در دوام سال میسپارد 72% است. من این 2 سال اخیر رو قسمش رو نمیخورم، اعتراف میکنم که این آماری که من داشتم سال 2021 است، یعنی 22 23 حالا چون فرصت نشد، موضوع نبود که من وارد شوم. خب فرق زیاد نکرده است. اگر فرق کرده باشدم 1-2%، چون اگر فرق میکرد در رسانه‌ها میخوندیم. پس امام علی رحمان وقتی که این همه سهم صاحب کارها رو میداند، اعتراف میکند و میگوید که این کارها را صاحب کاران کرده ایستادند، وزیران را میگوید که احترام کنید، به قدر آنها برسید، خودش همچون رهبر حکومت چی کار کرد، چی کار میکند؟ این سوال است که باید از امام علی رحمان پرسیده شود. بله استاد، در همین یک سوال دیگر در مورد من بیشتر، یعنی که من بیشتر در همین پیام‌های رحمان فتحی از سال گذشته خرسکاش عدد به عدد حساب کردیم و همه اون چیزی که میکنیم، یعنی که واقعا هم میبینیم، گوش میکنیم، زورمون میآید. بعضی از یعنی که سرش از ورق برداشته، بعضی از گپای امسال گفت که سال گذشته نگفته بود. یعنی تأثیری رسانه ها حتما در اون وجود داشت استاد به فکر شما یا نه؟ یعنی بله، همونه که گفت که در شبکه‌های اجتماعی مسخره میکنند حتما پس معلوم میشود که یعنی ببینید حالا دیگه در شبکه نه در رسانه نه در فعالیت حزب‌های سیاسی اون دیگه رقیب رو نمیبیند. او رقیب را مردم، ملت و شبکه‌های اجتماعی را دیده ایستاده است. برای همین است که برای یک لایک 9 سال زندانی میکند، 7 سال زندانی میکند. او میداند که دیگر حرف اول و آخر را در سیاست امروزه در جامعه شبکه‌های اجتماعی زده ایستادند. اما اون چیزی که من در این پیام ندیدم، مشاهده نکردم و رحمان هم تقریبا هیچ چیزی نگفت، درباره حقوق بشر بود، درباره آزادی‌ها بود. یعنی هیچ چیزی بعد در مورد قبل از این که همین حقوق بشر گفتید، اگر اون چیزایی که در مورد بدخشان اگر درست می بود، اگر چند ما واقعا نمیدونیم اولش چیزی، ولی چند منابعی که از سیرج از اینا بودن پرسیدیم، هیچ چیزی نگفتن. یعنی به نظر شما اگر آزاد میکرد در همه پیامش میگفت که ما یعنی کمی کاری کردیم، اشاره میکرد به فکر شما یا نه؟ شرط نیست، حتمی نیست از نگاه من که در این پیام چیزی بگید، ولی من فکر میکنم که احتمال زیاد است که در آینده نزدیک یا با کدام، حالا ببینیم در با نزدیکی ها چی مراسمی هست. عادتا این کارها رو رحمان در جشن استقلالیت که اینستیتوسیا یا این کارها میکرد، ولی شاید این کارها بکند. چرا بکند؟ چون یعنی نه افراد کلیدی رو، نه افرادی که تاثیرگذارند، بلکه یک افراد عادی را از این یا منطقه میخواهد رها کند و خود را همچنین یک رهبری گومانیست، خیرخواه، انسان دوست معرفی کند، چون که در این شب و روزها واقعا تحت فشار است، تحت فشار جامعه جهانی، بخصوص بعد حادثه‌های خاروق، و چون که جهان دیگر دارد توجه میکند و میخواهد یک پیام به جامعه جهانی بفرستد که نه، من این حرف شما را گوش کردم. درست است که قرارهای سازمان ملل، طلبات‌های سازمان ملل درباره زندانی‌های سیاسی را من اجرا نمی‌کنم، اما در عوضش حالا مثلا 10 20 30 50 نفر از افرادی که خیلی مهم نیستن، تاثیرگذار نیستن، میتواند آزاد کند. چرا نه؟ شاید که مشاوران، شاید بعضی از این کسانی که با او توصیه کرده باشد که اگر همین کارا کردی یک مقدار دلیل پیدا میکنی برای این را
با فخر در بازار مردم ملت فروختن و باز مردم رو منت کردن که دیدید من اینا جنایتکار بودن ولی بازم من بخشیدمشون. اما چرا اون نفرهای کلیدی رو به اصطلاح یا نمیبخشد؟ حالا اونها جنایت نکردن که این ببخشد، آزاد نمیکنن. قرار سازمان ملل هست، طلبات سازمان‌های بین المللی هست ولی اجرا نمیکند. ولی من احتمال میدم که شاید این کار رو بکند. اگر کمتر عقل داشته باشد میکند، ولی اگر نکند باز به ضرر خودش. خب استاد در یک دقیقه نظر شما در عموم محتوای پیام، یعنی که هم یک کوتاه، یعنی که همین پیام شما چی دیدید؟ خلاص این همینقدر. یعنی من این پیام رو پیشتر هم گفتم یک نمایش، یک اسپکتاکل دیدم، هیچ ربطی به پیام نداشت. در اون مهمترین و کلیدترین مسائل جامعه تاجیکستان مطرح نشد، به سوالهای اساسی جواب گفتن نشد، درباره حقوق بشر، درباره آزادی ها چیزی گفتن نشد، درباره آنکه تاجیکستان از وضع امروزش چیکار باید کند که یک قدم پیش برود. مثلا وقتی که من چند تا مثال به شما میزنم، تاجیکستان امروز از ایندکس آزادی های اقتصادی در جای 147 از 177، آزادی سخن 162 از 180 دولت، در جزو بدترین کشورهای دنیا. خب در بین ارتش‌های دنیا ضعیفترین در منطقه، در بین 138 کشور دنیا 111. رحمان چیکار میکند؟ یعنی کجا باید بروند؟ در اکولوژی، در افلاسی هوا در شهر دوشنبه ما در جای 4 در جهانیم. و برادر وقتی که میگویند که دوشنبه بهشت است، بهشت در آن چیزی را میگویند که تو هوای تازه نفس بکشی. ما بعد بنگلادش و پاکستان و نیپال، شهر دوشنبه 4مین شهر افلاس‌ترین دنیا هست. این را من نمیگم، این را سازمان‌های اکولوژی دنیا و سازمان ملل گفته شده است. خب امام رحمان باید در اینجا بگوید که برای بهبود کردن نفس کشی مردم شهر دوشنبه یا رستم امام علی سال آینده 5 سال بعد چیکار کردنی هست. یعنی من وقتی که در پارلمان تاجیکستان برآمد کرده بودم که نباید بوته‌ها و درخت‌های شهر دوشنبه را ببرند، میری شهر دوشنبه، مرا دپوتات پارلمان رو برای سخنرانیام به دادگاه کشیدند. شما در خاطرتون است؟ یعنی مرا سود اسماعیل سامانی با شکایت میری شهر دوشنبه به دادگاه کشیدند و قرار برآوردند که من باید عذرخواهی کنم. برای چی؟ برای اینکه در پارلمان برآمد کردم گفتم که نبرید درخت‌های این دوشنبه را، بوته‌های دوشنبه را نبرید، این وضع اکولوژی دوشنبه را خراب میکند. مردم زندگی کرده ایستان در اینجا. مرا حکم صادر کردند و من تا امروز هم بخشش نپرسیدم، برای گفتم من حق هستم. خب امروز دوشنبه در جای 4 در سطح جهان از لحاظ اکولوژی و افلاسی هست. افلاسی هوا. سرعت اینترنت در بین 139 کشور دنیا ما 132 هستیم. امام رحمان درباره سواد و دانش و پیشرفت گپ میزنند، ارکیتکتور و نمیدونم اینا گپ میزنند. مگر به اینترنت در عصر 21 سواد آموخته میشود؟ با این سرعت اینترنت شما چگونه سواد میآموزید؟ یک دانشجو، یک متخصص برای آنکه اون را به اصطلاح روسی سکچات کردن، همون را بارگیری کردن، باید چند پول پرداخت کند که باید 1 گیگابایت، 1 میگابایت، 1 ترابایت معلومات را، دانش را باید بارگیری کند در فلشکش، در کامپیوترش، که بعد رفته خانه سواد آموزد. یعنی یک کس از رحمان میپرسد که این حرفت با این حرفت تناقض دارد. میگویی بچه‌ها و دخترها را سوادناک کنه، بعد سرعت اینترنت 132 در جهان در بین 139 کشور، همون 7 کشوری که از ما پیشتر هستند، یا یگان کشور عقب مانده افریقا هست، یا یگان کشور دیکتاتوری که از آزادی و از سوادناکی میترسد. من قسم نمیخورم حالا بروید همین سرعت اینترنت افغانستان رو بعد همین صحبت ما مقایسه کنید که حالا همین سرعت اینترنت افغانستان از تاجیکستان چقدر پیش است. من میترسم، دلیل ندارم، میترسم که افغانستان طالبان از تاجیکستانی با رحمان گویا سوادناک و سوادخواه و پیشرفته، اونا از ما پیشرفته هستند، با سوادتر هستند. خب دموکراتیا، امام رحمان باید در پیامش بگوید که در ریتینگ دموکراتیا در بین 167 کشور دنیا
ما 157 هستیم. در پیام چرا نمیگوید که خب نگفت، فراموش کرده بود سال 2024 اگر زنده باشیم او پرزیدنت باشد، اگر تغییر نشود، باید به این سوال جواب بگیرد که تاجیکستان چیکار را کرد که از جای 157 مثلا به جای 150 رفت. ما جزء 10 کشور بدترین دنیا هستیم در قطار ترکمنستان و کره شمالی و اینها. چرا رحمان در پیامش این را نگفت؟ آزادی دین، ما جزء 10 کشور بدترین، جزء کشورهای دشمن دین هستیم. یعنی اون 10 کشور اول نامگذاری می شود حکومت‌های دشمن دین، 10-15 تا بعدش می شود حکومت‌های سختگیر نسبت دین، حکومت‌های محدود کننده دین. اما 10 کشور اول با همین نام است، حکومت‌های دشمن دین. خب امام رحمان باید وقتی که میگوید که 99 از 9% مردم مسلمان هستند، همین در این پیامش از مسلمان بودن مردم و از شریعت و از اینا صحبت کرد. خب ولی چرا نمیگوید که در کمیسیون آزادی های دین ها تاجیکستان در جزء 10 کشور بالای دشمن دین هست؟ خب به این سوال ها باید پرزیدنت یک کشور در پیامش جواب بگوید و به مردم پیام بفرستد که مردم، من تلاش میکنم، وعده میدیم که سال 2024 در این 10 پونکت من 10 قدم، 15 قدم، 20 قدم پیش خواهم رفت. اما وقتی که باز هم با همون صاحب کار و با همون جنگ شهروندی و با همون مقایسه کردن رقم ها و سامانی با دلار اینها، من این رو جز یک سپکتاکل، جز یک مسخره بازی، جز یک تئاتر یک نفر بیش نمیدونم و امیدوارم که این حرفا به گوش کسی میرسد و سال آینده کمی با آمادگی بهتر و خوبتر به منبر خواهند آمد. سلامت باشید. سلامت باشید استاد. بله واقعا تشکر زیاد و سپاس به پایان که در این برنامه اشتراک داشتید و انشاءالله امیدواریم که از تحلیل های شما ملت و مردم و خاصتا خود مقامات رده اول چیزی میگیرند و در تغییر حالت و اصلاح حالت کار انجام میدن. سلامت باشید استاد. حتما. حالا ببینید بعد این باز یک تشخیص روانشناسی دیگر مثل پیشین کنند، من خیلی خرسند بشم که یک بار یک کنند، ولی همین است دیگر. منم دعوتم از همین بود که بگذار دیگر این گونه واکنش نه، اما بشینن تحلیل کنن، بررسی کنن و یک به یک همین چی خیلی که من صحبت‌های امام رحمان رو اینجا با شما تحلیل کرده، یک به یک بشینن صحبت‌های ما رو تحلیل کنن، بگن که کبیری در اینجا فلان فکت و رقم رو غلط گفت، فلان مقایسهش غلط بود. دوستان یک سوال دیگه، همین پیشوای ملت امام رحمان اساسدار رسول وحدت میگه که زبان خارجی بدونه، همین محیدین کبیری چند زبان خارجی میدونه استاد؟ چند زبان میدونی؟ من یک زبان میدونم، زبان تاجیکی رو. من خودم رو با دیگر زبان‌ها زباندان حساب نمیکنم، با دیگر زبان‌ها گپ میزنم، مینویسم، صحبت میکنم، میخونم، ولی این را زباندانی حساب نمیکنم. خب مثلا حاضر من غیر از اون که خب انگلیسی و عربی و خب روسی و فارسی که دیگه زبانی هر کسی، مثلا نسل ما بگید که من روسی و فارسی را همچون زبانی خارجی میدونم، خود نسل بعدی بگید قبول، چون اینا در شوروی زندگی نکردن. اما خب انگلیسی و عربی رو بله خوندم، میدونم، صحبت میکنم، اما زباندان فقط به زبان تاجیکی، به زبان فارسی خودم هستم. حالا هر کی به زبان خود زباندان گردد، آموختن 100 زبان آسان گردد. این زبان خودت رو کسی خودش رو بدوند خوب است و خدا رو شکر حالا در آلمان هم یعنی در حد 3-1 همون کسانی که زبان ها رو می آموزند با همین سطح هستم ولی این اما شاید وقتی که امام رحمان دعوت به زباندانی و زبان خوانی میکند، یعنی باید برای این واقعا محیط بسازد، فضا بسازد. این با تکرار نمیشه. یک محیط ساختن رحمان رو نبسازه، او رو باید ما خودت بریم حساب سازیم بشه. یعنی که محیدین کبیری زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، روسی، عربی، آلمانی یعنی که بلد است، درست؟ 4 زبان. خب کار میکند، صحبت میکند. من کار میکند، صحبت مثلا همین در سطح معاشرت و معاملات 4 زبان. در سطح صحبت از رحمان رو پرسیدن در کار که غیر از لولایت دیگه چی زبان میدوند؟ یعنی روسی. من واقعا وقتی همین یک صحبت جالب داشت، در همین صحبتش گفت که
دپوتات‌ها آینده باید که چند زبان خارجی رو بدونن. دو زبان خارجی رو بدونن. یک دپوتات‌هایی که زبان رو میدونستن پیش کردی، زندان کردی. خب ما اگر چند زبان هم صحبت میکردین ما رو بیرون کردی. سید عمر حسینی با عربی آزاد صحبت میکرد، 2 زبان 3 زبان رو میدونست، زندانی کردی. یعنی واقعا یک عجیب صحبت میکنند. بعد میگه دپوتات‌های آینده از اینها میشوند. امام علی رحمان از کجا میداند که ملت تاجیک کی رو انتخاب میکند؟ یعنی هیچ کس از اون نمیپرسد که وقتی خودت درباره انتخابات آزاد، پارلمان آزاد گپ میزنی و این رو باید ملت انتخاب کند، ممکن فردا ملت تاجیک میاد انتخاب کننده نفر را انتخاب میکند که فقط یک زبان میداند، زبان تاجیکی. یعنی زبانی هم تاجیکی یا فارسی یا به هر زبان بگیم، زبان روسی رو نمیداند، انگلیسی رو، عربی رو، آلمانی رو نمیداند. اما امام علی رحمان از حالا معین کرده است که کیها باید به پارلمان راه یابند. معنی چی رو دارد؟ معنی رو دارد ممکن استاد خطا نمیاد دو دسته. نه، این معناش این است. او پیام اساسیش ناآگاهانه این است که مردم انتخاب نمیکنند، من معین میکنم که کی باید به پارلمان رود، چند زبان داند، رنگ چشمش چه باشد، عضو کدام حزب باشد، از کدام منطقه باشد. یعنی پیام اصلی این است، اما ناخودآگاه از زبانش میاد میگه که در پارلمان آینده باید نه کمتر از 2 زبان راه یابد و رود. خب ملت تاجیک انتخاب کننده ناحیه دنقره با خلاصه آمد که بار دیگر امام علی رحمان رو وکیل انتخاب کند. خودت یک زبان رو میدونی، تمام دیگر. خب بعد انتخابات آزاد و شفاف، چه خیلی که در سالهای شوروی واقعا انتخابات آزاد و دموکراتی بود که در مقابل نماینده حکومت زمان شوروی، در مقابل پروکورور و کاتب رایکم، امام علی رحمان رئیس یک کلخوز پیروز شد. بازار صابر در مقابل مثلا پروکورور ناحیه فیض آباد پیروز شد، چون انتخابات دموکراتی بود. اونا نماینده حکومت بودن، نماینده رهبر دولت بودن، اما یک نفر مخالف مثل بازار صابر و خود امام علی رحمان پیروز شد. اما در انتخابات های زمان امام علی رحمان یگان نفر از انتخاب حوزه های یک مندتی، یگان نفری که مخالف امام علی رحمان باشد پیروز نشده است. یعنی این فرق حکومت زمان امام علی رحمان با زمان شوروی و با زمان پیش از امام علی رحمان. همین منه که 2 مرتبه وکیل شدم از حوزه یک مندتی نبودم، هیچ وقت از روی خط حزبی بودم که امام علی رحمان دیگر علاج نداشت که به حزب نهضت مثلا 5 7 8% آواز ندهد در اون زمان. بنابر همین این ناخودآگاه این پیام رو به ملت میدهد که من معین میکنم که در پارلمان کی میرود. سرداش استاد خو ورق کی سر برداشت دیگه او میگه سر خودش سیاست دیگه برآمد او در کانسپکت آزاده خچم میکشم قم میگه توریش میکنه که این طریق گپ سر میبرداره چون چی میگه و حیوانو خ دیگه عقل نیست خو استاد دیگه هم خیلی. خب دیگر تشکر زیاد برای این فرصت، برای این وقت. امیدوارم که ملت هم اگر کمی هم باشد استفاده کرده باشند. ما ان شاء الله هستیم تا صحبت بعدی ان شاء الله.